دوستان گرامی، اگر صدای من باشد یک اشاره کنید آنلاین شروع کنیم. اگر یکی از دوستان نوشت یا اشاره میکردن که خب بله، اینجا دوستان نوشتن که صدا هست و ما انشاءالله که صحبت آغاز میکنیم. من خداوند بخشنده و مهربان، همدیرانی عزیز، روز شما بخیر باد. اگرچه بسیار یک روز سنگین است در وطن برای ملت، ولی به هر صورت در همه حالت و در همه شرایط ما به شما هموطنان عزیز روزی خوب را تمنا داریم، به خصوص به مردم اذیت کشیده بدخشان. خب این صحبت ما یک صحبت اضطراری است بدون برنامه قبلی و اونم بخشیده شده به فاجعه انسانی که این ساعتها، این لحظه ها در بدخشان عزیزمان، در یک پاره وطن عزیزمان دارد رو می‌دهد. و من شخصا خودم و دوستان در پیمان ملی تاجیکستان به این نتیجه رسیدیم که یک عده برنامه‌های را راه اندازی کنیم، به خصوص برنامه‌هایی که برای رساندن اطلاعات و معلومات‌های درست به مردم و به جهانیان روانه شدن. چرا ضرورت به چنین برنامه‌ها پیش آمده است؟ اولش این که در بدخشان، در تاجیکستان واقعا یک فاجعه به معنای تامش رخ داده ایستاده است و طول البته چند ماه هست که، حالا اگر سالها هم نگیم، چون در چند سال پیش مقامات دوشنبه بخصوص پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با دلیل‌های گوناگونی که خودش دارد نسبت مردم و ملت بدخشان یک سیاست خاصی را پیش گرفته بود و هنوز هم این ادامه دارد و هر چند سال یک یورش نظامی بالای مردم بدخشان انجام می‌دهد و این سال گذشته، از تیرماه سال گذشته و اینک نیم سال می شود، سال 2022، که وضعیت در بدخشان در نتیجه سیاست‌های غلط و اشتباهی مقامات تاجیکستان روز به روز دارد بدتر می شود و اینک تبدیل به یک فاجعه انسانی شد و معلوماتی که تا این لحظه به دست ما رسیدند تقریبا نزدیک 50 کشته در بدخشان داریم. این طبق معلومات های ناسنجیده شده، بعضی آمار میاد از 20 شروع کرده تا 40، ولی معلومات های میرسد که خیلی از مردم زخمی شدند، خیلی از مردم در بیمارستان ها هستند، با آنها یاری طبی رسانیده نمی شود و به خویش تبار اجازه داده نمی شود که با آنها یاری طبی رسانند، غذا بدهند و حتی بعضی از ساکنان محلی در نتیجه لطوکوب به شهادت رسیدند، نه در نتیجه پراندن مستقیم با تیر، بلکه در نتیجه لطوکوب در اداره‌های حکومتی. یعنی شماره کشته شدگان و زخمی ها ساعت به ساعت بیشتر شده است. متاسفانه حکومت تمام شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را قطع کرده است تا اینکه مردم بتوانند معلومات سریع وقتی و درست را درباره آنچه که میگذرد به دست بیارند. این وضعیت رو میتوان یک وضعیت جنگی نام برد. یعنی وقتی که یک کشور و یک کشور دیگر هجوم میکند، در اون منطقه‌ای که غصب کرده است یا جنگ را راه اندازی کرده است، اینترنت را قطع میکند، واسطه‌های اخبار را قطع میکند، رسانه‌ها را ممنوع میکند برای رساندن معلومات درست و در یک شرایط جنگی میخواهد هم جنگ گرم میدانی را و هم جنگ اطلاعاتی را به نفع خودش تمام کند. دقیقا همین کار در بدخشان تاجیکستان هم رخ داده است. بر همین من این حالت را یک حالت جنگ تمام العیار و واقعی در تاجیکستان در یک گوشه خاک وطن میدونم و متاسفانه این جنگ نابرابر، البته چون از یک طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با تمام ارتش، با تمام قواهای زمینی و آسمانی دارد عمل میکند، از طرف دیگر مردم بسیار مردم بدون کدام تجهیزات لازمه
اینها در مقابل همدیگر ایستادن. اینجا نوشته ایستادن که صدا کمتر خشخش میکنه. با اجازه شما من این میکروفون رو از نو نصب میکنم، ببینیم که باز چگونه میشود و امیدوارم که این دفعه بهتر شده باشد. خب امیدوارم صدا بهتر است، نه؟ خوبتر شد. خب حالا یک لحظه دوستان گرامی، با اجازهتون من هم میکروفون را و هم کامera را قطع میکنم تا اینکه درست کنیم و بعدا ادامه خواهیم داد. حالا دوستان صدا هست؟ اگر صدا باشد ادامه دهیم. صدا هست دوستانی عزیز؟ یک نفر اگر می نوشت. خب بله، اینجا اشاره کردن که صدا خوب است، ما صحبت رو ادامه میدیم. خب دوستان گرامی، چون ما در یک حالت قرار داریم که این برنامه بازم فکر میکنم غیر نوبتی و بدون آمادگی بود و دوستان ما در استودیو تکنیکا دیگر الان نیستند و ما با همون شرایط موجوده که در اختیارمان هست، با همون شرایط این آن رو برگزار کرده شدیم، چون در حالاتی که وطن در حالت جنگ است، مردم هموطنان ما در بدخشان مورد هجوم، مورد تیر و تفنگ قرار میگیرند. دیگر ما نباید دنبال مسائل تکنیکی میکروفون و کامera باشه. مهمه که ما در این ساعت‌ها صدای خود را برسانیم، مهم که ما درباره این قضیه صحبت کنیم و مردم را آگاه کنیم که در تاجیکستان چی میگذرد. و از همه مهمش، یعنی ما اینجا مسئولیت ما این نیست که تنها خبر رسانی کنیم. ما یکون رسانه نیستیم، شبکه اطلاعاتی و رسانه‌ای نیستیم. همچنین یک پیمان ملی تاجیکستان، همچنین حرکت سیاسی، مسئولیت ما در برابر رساندن حقیقت ها این چنین پیدا کردن راه حل ها هست تا اینکه یک کمی هم باشد درد و الم، مصیبت و فاجعه مردم بدخشان را کمتر کنیم. من پیشتر هم گفتم که معلوماتی که تا این لحظه به دست ما رسیده است، به دست جامعه میرسد، از افرادی که شهید شدن تا این ساعت ها از رقم 23 شروع می شود تا 42-43 نفر را علاقه معلومات داریم و بعضی ها میگن که شماره تا نزدیک 50 رسیده ایستاده است. این غیر از کسانی که در بیمارستان ها خیلی به شدت زخمی شدند و امکانات طبابت و دیگر دسترسی به کمک ها را ندارند. خب اینجا گفته شدن که باز هم میکروفون مشکلی دارد و ببینیم که میکروفون از میکروفون باید که درست باشد. حالا دوستان عزیز، من پیشتر هم گفتم که ما در یک شرایط اضطراری برگزار کردیم. اگر کم و کاستی در برنامه ما هست از لحاظ تکنیکی، صدا یا نوار، امیدوارم که عذر ما را بپذیرید، چون ما الان باز تکرار میکنم دنبال آن نیستیم که خوب صحبت کنیم، بلکه دنبال آن هستیم که راه حل پیدا کنیم و اطلاعات سریع وقتی و لازم را به مردم برسونیم. خب دوستان گرامی، چرا وضعیت به این حالت رسید؟ ما باید خیلی کوتاه یک تحلیل داشته باشیم که اصلا حادثه بدخشان چی هست، در اونجا چی میگذرد. آنه که جنگ هست، آنه که حکومت علیه یک قسم از مردم خود لشکر کشیده است، در این دیگر شک نیست. اما سبب ها و عامل های اصلی آن در چی است؟ من بارها گفته بودم و حالا هم تکرار میکنم که حکومت جمهوری تاجیکستان چون راه حل مناسب برای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ندارد و یگان الटरनेटिव درست و منطقی رو برای مردم پیشنهاد نمیکند،
یگانه راهش این است که همیشه ذهن مردم و جامعه را در حالت امنیتی و نظامی قرار بدهد. همیشه وضعیت را طرز با وجود بیارد که ملت تاجیک همیشه احساس خطر کند، یا از ازبکستان، یا از افغانستان، یا از داخل مردم از بدخشان، یا از کلاب، یا از یک منطقه دیگر، یا از اون کشور خارجی دیگر. گاه میبینید که در چهره ازبکستان دشمن میتراشد، گاه در چهره ایران. بعد میبینید که این دو کشور در اصل دشمن نبودند، رابطه خوب، رفت آمد خوب شده ایستاده است. و گاه در چهره افغانستان، گاه در چهره طالبان، گاه در چهره ملت خودش، یا گاه در چهره یک منطقه مثل بدخشان. مهم این است که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه تلاش کرده است که ملت تاجیک دائم در فکر امنیت باشد، در فکر آن باشد که تیرپرانی نشود، جنگ نشود. درباره اقتصاد، درباره معاش خوب، درباره نفقه خوب، درباره جای کار، درباره بازگرداندن مهاجرین از خارج ملت تاجیک باید فکر نکند، وقت نداشته باشد. و همیشه باید اولویت ملت تاجیک و جامعه ما امنیت باشد و ثبات. برای آنکه مردم درباره اقتصاد فکر نکند، درباره فرهنگ و سیاست و آزادی ها فکر نکند، در ذهن مردم همیشه این نقطه را باید حکومت جا کند که ملت ما همیشه دچار یک تهدید هست و تهدیدهای بیشمار وجود دارد و از افغانستان، از ازبکستان، از ایران، از امریکا یا از یک منطقه دیگر. شما الان درباره اقتصاد و سیاست و آزادی ها و پیشرفت و مکتب و معارف و تندرستی فکر نکنید، بلکه باید ملت تاجیک همیشه در فکر ثبات و امنیت باشد تا اینکه جنگ نشود. و این سیاست واقعا هم نتیجه داده است. شما ببینید وقتی که یک حادثه در مرز قرقیزستان و تاجیکستان پیدا میشه، مردم دنبال در فکر آن نیستن که در بازارها نرخ آرد چقدر است، نرخ روغن چقدر است، برای چی فرزندان ما در روسیه کار میکنن در تاجیکستان. مردم در فکر آن میفتند که چی خیل امنیت کشور و ملت را از هجوم کشور همسایه قرقیزستان تامین کنیم، امین نگه بداریم. و این واقعا یک سوال منطقی هم هست. و برای همین است که حکومت تاجیکستان تلاش نمیکند که مسائل های مرزی را با همسایه کشور با راه‌های دیپلماتی و گفتگوشنید با راه‌های منطقی حل کند. و از طرف دیگر حتی اگر مشکلی مرز با قرقیزستان هم حل شود، باید یک مشکلی امنیتی رو در داخل کشور یک جای دیگر پیدا کرد. برای مثال گاه می‌بینید که فضا را طرز میکنند که در بدخشان حتما باید وضعیت امنیتی باشد و مردم بدخشان رو باید بشورانند. باید مردم با ناموس، با ننگ و شجاع بدخشان مجبور شود که به خیابان بریزد. اینا چیکار میکنن؟ یک رئیس ولایت نسبتا موفق را که در مقایسه با دیگر رئیسان ولایت ها یک کمی مردمی تر هست، باسوادتر هست، چاپلوس نیست، تجربه جهانی دارد و به مردمش نزدیک است، او را در یک مدت کوتاه 2 سال 3 سال عوض میکنن و یک نماینده خودشون به یک نفری که دیگر اصلا او قبل از آن که بدخشانی باشد، قبل از آن که تاجیکستانی باشد یا در خدمت مردم و قانون باشد، او در خدمت خانواده است، در خدمت ساختارهای قدرتی است. یک رئیس سالم رو به یک رئیس دستنگر خودشون عوض میکنن. خب مردم بدخشان طبیعی که در ذهنشون سوال میاد که مگر ما خودمون حق انتخاب رئیسمون رو نداریم؟ این هم در یک منطقه که از روی کنیسه جمهوری تاجیکستان ولایت خودمختار نام دارد. اگر رئیسش رو امامعلی رحمان تعیین کند، پروکورورش رو امامعلی رحمان تعیین کند، رهبر سردار امنیت و میلیشیا و سردختر و رئیسای ناحیه ها را امامعلی رحمان تعیین کند، از مردم بدخشان کسی نپرسد که این را رئیس مولیم یا نفر دیگر را، پس چی معنی دارد خودمختاریت بدخشان؟ پس بدخشان از کلاب، از قرغانتپه، از سوغد، از ناحیه و ولایت‌های دیگر چی فرق دارد؟ هیچ فرقی ندارد. و همین است که این سوال در ذهن مردم بدخشان با وجود آمد و با وجود خواهد آمد. یعنی این را حکومت مرکزی مثل که قصدن میکند تا اینکه این یک منطقه نسبتاً آرام شده رو که یادگار فیضوف توانسته بود نسبتاً آرام کند،
در یک گفتگوی بردوام با مردم محلی این رو باید از بین ببرد و مردم مجبور شدن که به خیابان برسن. یا اینکه میآیند فرزندان مردم بدخشان، شخصیت‌های نسبتاً معروف، نسبتاً شناخته شده و نسبتاً حقیقت طلب و عدالتجو را فشار میارن، حبس میکنن، مثل امرالدین علاوت شریف، مثل چهارشنبه که اینها اصلا یا شهروند روسیه بودن یا در روسیه زندگی میکردن، مشغول کار و زندگی خواستن و وقتی که مردم بدخشان برای طلب حقیقت به خیابان ریختن، اینها در مسکو پشتیبانی از مردم خودشان کردن. مگر این جنایت است؟ نه، یگان جنایت کردن. اما وقتی اینها رو میدوزدن و تاجیکستان میارن و با مدت‌های طولانی، یکی رو 9 سال، یکی رو 18 سال به زندان میکشن، خب فرزندان اینها، همسایه‌های اینها، یار و دوستان اینها، کسانی که ننگ و ناموس دارن چیکار کنن؟ اینا طبیعی است که به خیابان میرون، اعتراض میکنن و ناگفته نماند که به خیابان رفتن، اعتراض کردن این حق حلال همه ملت ها است، تمام انسان ها در جهان است. مگر مردم بدخشان با اعتراض، با میتینگ، با تظاهرات یگان جنایت صادر کردن؟ در تمام دنیا این هست، حتی در دوشنبه هم هست. وقتی که من برآمد میکنم، صحبت میکنم، اوانگرد در پشت خانه ما، در خانه پدر و مادرم، در نزد سفارت ها میتینگ میکنن، بلا فاصله روز بعدی اینها میروند میتینگ میکنن. خب اگر مردم بدخشان هم مثل اوانگردی ها اعتراض کردن، خب چه جنایت کردن؟ در صورتی که اوانگردی ها با دستور میروند تظاهرات میکنن، اونها نه پروای کبیری دارن، نه پروای اون که کبیری چی میگه. بگذار حالا بیفت اینا با خواسته خودشون رفتن، یک گروه متشکل هست، خودجوش هست، بگذار همین طور باشه. خب مردم بدخشان هم همین کارو کرد. اما اینجا فرق در این است که حکومت جمهوری تاجیکستان اولا خودش میآید دست به کارهای میزند که به ننگ و ناموس به عصب مردم برسد. بعد وقتی که مردم آمدن قیام کردن به خیابان ریختن، اینها را تروریست عنوان میکنند، یا قانون شکن، یا جنایتکار، یا اکستریمیست. علیه اینها ارتش میکشد و منطقه آرام را به یک منطقه ناآرام تبدیل می‌کرد. برای چی؟ بازم باید نگردیم به همون مسئله گذاری اول که برای آنکه باید مردم تاجیک و کشور ما همیشه در فکر امنیت، در فکر ثبات باشند، در فکر آن باشند که جنگ نشود و در فکر آزادی ها، در فکر اقتصاد اینها نباشند. ببینید در شب و روزی که در تمام دنیا از آن جمله در تاجیکستان ما هم وضعیت اقتصادی دارد روز به روز بدتر می شود. نرخ یک خلط آرد در مقایسه با یک ماه پیش 20 تا 25% بالا رفت. نرخ دیگر مواد غذایی، روغن، گوشت، سبزیجات، میوه ها، و در صورتی که در روسیه که دچار تحریم های اقتصادی شده است، جای کار برای مهاجرین ما کمتر می شود و طبق پیش بینی های سازمان های مالیوی دنیا از آن جمله بانک جهانی، بانک آسیایی، در این سال، در سال 2022 مبلغ های مهاجرین تا 40 تا 50% به تاجیکستان کمتر فرستاده خواهند شد. این چه معنی دارد؟ این معنی رو دارد که اقتصادات تاجیکستان ضعیفتر خواهد شد، نرخ‌ها بالاتر خواهند رفت، جای کار کمتر می شود، چه در خارج چه در داخل کشور، و یک حکومت با عقل، یک حکومتی که در فکر مردم و ملتش است، در چنین حالت‌ها تلاش میکند که وحدت ملی را قوی کند. در چنین حالت‌ها تلاش میکند که مسئله هایی که داغ هستند، مسئله هایی که میتواند نزاع را به وجود بیارن، آنها را کمتر کند، آنها را با راه گفت و شنید حل کند و با مردمش، با مخالفینش، با مردم ناراضی در داخل کشور وارد گفتگو شود. حالا در کشورهای متمدن در چنین حالت‌ها حکومت‌ها استعفا می‌روند. این یک حکومت وقتی که مسائل اقتصادی و سیاسی را حل کردن نتواند، او به استعفا می‌رود. چه رسد به حکومتی که 30 سال شد یک نفر در سر حکومت باید کیها میرفت. حالا بالفرض نرفت در این ساحه، باید در این شرایط وضعیت اقتصادی به استعفا برود، یک آدمای تکنوکرات، آدمای کاردان بیاد. ولی بالفرض این کار هم که نکرد، که نمیکند،
امام علی رحمان برای اون خودش رو پیشوای ملت نکرده است که استعفا برود. اصلا پیشواها استعفا نمیروند. پیشوا تا آخر تا مثل گیتلر یا کشته میشوند یا ملت رو باید جنگ میارن. اونم پیشوا بود، فیورر یعنی پیشوای ملت، و اون دیگر اثر قدرت رفتنی نیست. خب خیلی خوب، اثر قدرت رفتنی نیستی، اولش که خود ملت تو رو اثر قدرت دور خواهد کرد. دویمش تا همون روز اگر عقل و منطق هست باید با ملت خودت گفتگو کنی، بخصوص در شرایطی که مسائل اقتصادی رو حل کردن نمیتونی، مشکلات مهاجرت رو حل کردن نمیتونی، روز به روز نرخ و نوا بالا رفته ایستاده است. اما چون امام علی رحمان عادت کرده است که و این رو تجربه هم کرده است، هر وقتی که مشکلی اقتصادی و مشکلی جای کار و نرخ و نوا با وجود آمد، باید یک مشکلی امنیتی در کشور با وجود بیاد، یا در مرز با قرقیزستان یا در بدخشان یا در یک جای دیگر، یا حزب نهضت رو میبندن یا یگان مشکلات دیگر رو با وجود میارن. و ملت باید آگاه باشد، ملت باید در نزد خود این مسئله رو خیلی روشن و واضح بگذارد که تا کی، یعنی تا کی این سیاست تفریق انداز حاکمیت کن، این سیاست سرکوبگرایانه نسبت ملت خود ادامه پیدا کند، فقط برای یک هدف، برای در سر قدرت طولانی ماندن یک گروه، یک خانواده و یک شماره کم. خب ملت تا کی قربانی بدهد؟ ملت تا کی گاه کلابی، گاه بدخشانی، گاه خوجندی، گاه اسفرگی قربانی بدهد فقط به خاطر آنکه باید یک خانواده در سر قدرت طولانی بماند و این ملت تبدیل شود یک گروهش به اندازسپار در داخل کشور، یک گروه دیگر به مهاجرانی که باید به بانک‌های امام علی رحمان مبلغ بفرستند و یک گروه دیگرش تبدیل شوند به گفت روسا پوششنه میاسا یا ارتش تاجیکستان، اون سربازان و افسران تاجیک که در وزارت‌های قدرتی کار میکنن، اینها قربانی میشوند، چنانه که این روزها دیگر قربانی میدهند و یا اینکه مردم محلی مثل مردم روشان، مثل مردم بدخشان، اینها قربانی این توطئه و جنگ و جدال میشن. یعنی ما در تاجیکستان سه کاتگوری شهروند برای امام علی رحمان داریم. یا باید تو اندازسپار باشی ولی خاموش، انداز و نلاگ و تاماژنی و همه پاره‌دهی و اینا رو باید پول پرداخت بدی ولی هیچ چیز طلب نکنی، یا در خارج باشی و داخل کشور مبلغ بفرستی، یا اینکه تو یا چاپلوس میشوی اوانگرد یا در ارتش باید خدمت کنی، علیه ملت خودت مبارزه بری، یا در سنگر دیگر قرار میگیری که مثل مردم بدخشان کشته میشوی و زخمی تو رو تروریست اعلام میکنی. دوستان گرامی، ببینید امروز حکومتداران این عملیات رو عملیات تروریستی در بدخشان نامگذاری کردن. تروریست یعنی که مردم بدخشان هم مردم بی‌سلاح و تروریست اون اهالی آسایشته که حق خود رو طلب میکند اونا تروریست، یا تروریست کسانی که دستور میدهند که بالای مردم بی‌سلاح تیر گشوده شود، ارتش میفرستند و بدون کدام دلیل ده ها نفر رو قربانی میکنند، به شهادت میرسونند و این رو نامش رو میگذارند عملیات تروریستی. متاسفانه چون مردم آگاه نیستند، مردم جهان و خصوص تاجیکستان رو اصلا توجه ندارند. اگر ما اوکراین می بودیم، بلاروس می بودیم، روسیه می بودیم، اگر ایران و ترکیه و یک کشور مهم مثل فلسطین یا سوریه و عراق می بودیم که در اونجا نفت و گاز هست، برای این ذخیره های نفت و گاز رو در اختیار داشته باشند، تمام توجه با آن سو روانه میشد و چقدر که لوکاشنکو هم افسر خود رو تروریست اعلام کرد، یگان کس باور نکرد. چقدر که در اوکراین هم میگن که مبارزه علیه تروریسم است، هیچ کس باور نمیکند، بلکه همه در پهلوی بلاروسا و اوکراین ایستادن، کشورهای غربی و اروپایی. اما در منطقه ما در تاجیکستان وضعیت فرق میکنه. برای چی؟ برای که وقتی که ما با خارجی ها صحبت میکنیم میگیم که در تاجیکستان یک دیکتاتور حاکم است، میگن بله ما میدونیم، اما منطقه شما منطقه دیکتاتورها است. کدام کشور است در آسیای مرکزی یا در منطقه پس شوروی که دیکتاتور نداشته باشد؟ پس این یک عادی است، شما یعنی استثنا نیستید. میگیم مردم ما مورد هجوم قرار گرفته ایستاده است و متهم به تروریسم است.
این تهمت است نسبت ملت ما تروریست نیست. میگن چون شما مسلمان هستید و در سطح جهانی در رسانه‌های جهانی بیشتر اطراف تروریسم اسلامی صحبت می‌رود، مردم شما دیندار هست، مردم شما مثل تروریست‌های دیگر داعش و القاعده و اینها مردم دیندارند، ریش دارند، سله دارند، با شعارها و با بیانیه‌های اسلامی مبارزه می‌برند. پس ما دیگه کردن نمیتونیم که شما تروریست هستید یا نیستید، چون منطقه همین گونه هست. و ببینید دوستان گرامی، واقعا مظلومتر از ملت تاجیک این شب روز در جهان ملت مظلوم نیست. ما از فلسطینی‌ها مظلومتریم، ما از اوکراینی‌ها مظلومتریم، ما از افغان و از بلاروس و از تمام ملت‌ها، حتی از اون مسلمان‌هایی که در روهینجا هستند که اگر در اونجا یک مصیبت شد تمام جهان برای دفاع از مسلمان‌ها میخیزند و خیستند، هم مردم تاجیک واقعا مردم مظلوم است. برای چی مظلوم است؟ برای اینکه صدایش به هیچ کجا نمیرسد. ما نه نفت و گاز داریم که مورد توجه ابرقدرت‌ها قرار بگیریم. در احاطه چند کشور دیکتاتوری عقب مانده و فئودالی قرار گرفتیم، از این طرف چین و از این طرف روسیه و دیگر استان‌های دیگر مثل ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان که همه سراسر اینها را میگن استان‌های دیکتاتوری، یعنی کشورهایی که مورد ظلم و شکنجه دیکتاتورها هستند. از این طرف این واژه تروریسم اسلامی در جهان معروف شده است که هر کسی را بخواهند برچسب تروریسم را با اون میزنند و حتی بدخشانی‌های اسماعیلی که من نه تنها در تاجیکستان، در سطح سابق شوروی از مردم بدخشان ما مردم دنیوی‌تر پیدا کرده نمیشه. شما بروید دلخواه مردم ملت را سراغ بگیرید و پیدا کنید، مردم بدخشانی ما با تروریسم، با اکستریمیسم، با رادیکالیسم چی ربط دارند؟ اینا کاملا یک مردم دیگرند. بله مردم مسلمانند، مردم دارای مذهب اسماعیلی هستند، ارزش‌های مذهبی و قومی و فرهنگی خود را دارند، اما اینا یک مردمی هستند که دور از تمام این برچسب‌ها. نمی‌شود این برچسب را با مردم بدخشان زد. اما این رو فقط متخصصان میدونن، کسانی که واقعا کارشناسن و مسئله های بدخشان و تاجیکستان و اسماعیلیه و تروریسم اکستریمیسم رو در تاجیکستان کی تروریست است کی نیست خوب تحلیل کردن. اما این رسانه ها و اکسپرت های بنام فیکی و سیاستمداران و دیپلمات ها که اصلا فرق بین داعش و القاعده و طالبان و حزب نهضت و فرق بین سنی شیعه، فرق بین اکستریمیسم و تروریسم رو نمیدونن و هر کسی که ریش دارد، هر کسی که 5 وقت نماز میخواند و هر کسی که دارای اخلاق و افکار اسلامی است او را تروریست میدونن. برای اینها دیگر همه مسلمان ها در آسیای مرکزی اگر او اپوزیسیون هست اون تروریست حساب میشه. همین است که حالا شما در شبکه و رسانه ها وقتی که من میخوانم بخصوص اون بخش فارسی، رسانه های فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ترکی و حتی ایرانی هایی که یعنی خودشون باید که وضعیت تاجیکستان رو از همه بهتر و خوبتر تحلیل کنن بدانن، اینا هم همون روایت و قصه و افسانه مقامات رسمی رو تکرار میکنن، چون خودشون رو زحمت نمیدن که بیاین یک کمی تحلیل کنن، یک کمی بازجویی کنن، اما همون رو تکرار میکنن، میگن در تاجیکستان عملیات ضد تروریستی آغاز شد و فلان مقدار کشته داده شد و فلان مبارزه ادامه داره. اینا بنابراین دوستان عزیز، اکنون وظیفه ما کسانی که خود را مبارز میدونید، فرق ندارد شما نهضتی گروه 24 شما غیر حزبی هستید، شما بدخشانی غیر بدخشانی، حتی شما اگر شهروند تاجیکستان هم نباشید، دشمنی ما هم باشه، دشمنی اپوزیسیون هم باشه، مسئله این نیست. مسئله این است که در تاجیکستان یک فاجعه و یک ظلمی بزرگ دارد شکل میگیرد. باید در این شب و روز در پهلوی حقیقت بود. من جای خوانده بودم و دیروزم در یک صحبت تکرار کردم، کدام بزرگوار گفته بود که اگر در بحث یا در مبارزه حق با باطل در پهلوی حق نیستی، پس فرق ندارد که تو در میخانه میشینی یا در مسجد. والا خودت اهل نماز، اهل روزه، ماشاءالله خودت رو یک مسلمان کامل میدانی یا یک مسیحی کامل یا یک دیندار،
اما چون در مبارزه حق و باطل در پهلوی حق قرار نداری، دیگر فرق داره. اون مسلمان بودن و مسیحی بودن و به خدا باور داشتن هیچ کمک نمیکنه، چون تو در مبارزه حق و باطل با حق نیستی، در پهلوی دیو و شیطان قرار گرفتی. یا اونایی که خودشون رو روشن فکر میدونن، اهل فکر و اندیشه میدونن، خودشون رو میگن ما دنبال عدالت و حقیقت هستیم. حالا شما میتونید دشمنی من باشید، شما میتونید اصلا ضد مخالفین و اپوزیسیا باشید، اما در تاجیکستان در یک گوشه وطنمون دارد ظلم عملی میشود، مردم به شهادت میرسن، مردم به سلاح. خب در اینجا فرق ندارد. اگر تو در پهلوی باطل هستی، پس دیگر نه روشن فکر هستی، نه دیندار هستی، نه مسلمان هستی، نه دنیوی هستی، فرق ندارد دیگر. وقتی آن رسیده است که ما بیاییم در پهلوی حقیقت قرار بگیریم و اگر واقعا هم مردم بدخشان کمبودی کرده است، جنایت کرده است، گناه کرده است، اون باید اثبات شود اول در یک دادگاه، در یک شرایطی آرام. اما نقطه اول اون چیزی که الان هست، باید این کشتار و این فاجعه پایین داده شود، متوقف شود و بعد از آن که متوقف شد، بعد شروع شود در یک روند گفتگو، در یک روند مصالحت آمیز، حقیقت جویی و حقیقت کابی شود. نمی شود که این مردم رو بیان هم ظلم کنن، هم بکشن، فرزندانش رو برن زندانی کنن، هر چی که خواهند در بدخشان انجام بدهند، بعد بیان که اگر شما اعتراض کرده شما تروریست هستید، ما شما رو میکشیم، زندانی میکنیم، نابود میکنیم. بنابر همین اینجا دوستان عزیز، هموطنان گرامی، وظیفه یکایک ما و شما در این ساعت‌ها، در این لحظه‌ها، وابسته از تفکر، اندیشه، دین، گرایش سیاسی ما در پهلوی حق بودن و شک نیست که حق در طرف مردم بدخشان است و در طرف مردم تاجیک است. در طرف حکومت، بخصوص یک حکومت دیکتاتوری، خانوادگی، دزد، کروپسیونر نمیتواند حقیقت باشد. همدیاران گرامی، هموطنان عزیز، شما یک بار، حالا نابسته از آن که با ما راضی هستید یا نیستید از لحاظ سیاسی، یک کمی تفکر کنید. حکومتی که 30 سال است حاکمیت را ضبط کرده است، غصب کرده است، توسط کشتار، تبادلات دولتی، چند مراتبه پامال کردن کنستیتوسیا، تغییر دادن کنستیتوسیا، پامال کردن سازشنامه صلح، زندانی کردن اپوزیسیون سیاسی، مهاجر کردن 2 میلیون شهروند جوان تاجیک، حاکمیت را غصب کرده است. راه را پولکی میکند. تمام وزارت ها، تمام اداره های پولدار، منفعتدار را به اهل خانواده داده است. خب دخترش رئیس دستگاه، پسرش رئیس پارلمان، دامادش تجارت تمام کشور در اختیارش، یک داماد دیگرش بنک، یک خسر بچه دیگرش نمیدونم، تمام کشور در اختیار یک خانواده. خب شما از همین خانواده، از همین گروه انتظار دارید که حقیقت و عدالت و قانون و آزادی رو با انتظار داشته باشین؟ با کجا؟ با کدام عقل؟ با کدام منطق؟ وقتی که اینا با جنایت سر قدرت آمدن، وقتی که اینا با جنایت قدرت رو حس کرده ایستادن، با جنایت پول جمع میکنن، تاجیکستان رو به یک کارخانه تولید پول و فرستادن این پول به صورتحساب‌های آفشوری تبدیل دادن و اینا دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ادامه قدرت و حاکمیتشون رو تنها با راه جنایت میتوانند تامین کنند. دیگر راه وجود ندارد. دیگر راه قانونی، گفت و شنید، همدیگر فهمی وجود ندارد و وجود داشته نمیتواند. پس در یک پهلو این حکومت است، در یک پهلوی ترازو که خودتون با چشم خودتون دیده ایستاده، همه چیز رو ممنوع کردن. دیروز من خبر شنیدم که از یپیلوس رو بیچاره ها با یک ترس و لرز مسئله ها رو، حادثه ها رو شرح میدادن، اینها رو ممنوع کردن که درباره بدخشان اصلا چیزی ننویسه. درباره کارتوشکا بنویس، درباره نرخ و نوا، بلاگرها رو میگن درباره یک ظهور رو بنویسید، با او مصاحبه کنید، بروید کابینتش بروید. این اسپکتاکل ها رو در اونجا شما اجرا کنید، اما درباره آن که در داخل وطن جنایت صادر شده ایستاده است، انسان کشته میشه، در این باره ننویسید. بعد ما میایم در بحث همین حکومت با همین مردم خودش، با ملت خودش
فکر میکنیم که در پهلوی کی قرار بگیریم. دوستی عزیز، هموطن گرامی، در اینجا اصلا دیگر علامه و اکسپرت بودن لازم نیست که بفهمه که حق در کدام طرف است. از یک مردم بدخشانی که غیر از مردم فرهنگی، مردم دانشمند، مردم خاکسار، مردم بسیار صمیمی از یک طرف، از طرف دیگر یک خانواده دوست، جنایتکار، کروپسیونر، دیکتاتور در پهلوی در روبروی هم قرار گرفتند. من نمیگم حکومت در روبروی مردم بدخشان قرار گرفته است، نه، 80-90% حکومت از همین خانواده‌ام بیزار شدن، از همین وضعیت کشور هم بیزارن، وزارت‌های قدرتی همین. اما اون افسر، اون سربازی که آمده است و اون سرباز است، اگر که نرود با بدخشان نجنگد، خودش رو یا میکشن، نابود میکنن، زندانی میکنن، اون مجبور است دیگر اونجا بیرون. بنابراین همین نباید ما تمام حکومت و ارتش رو در اینجا گناهکار بدونیم، بلکه ما باید بگیم از یک طرف مردم بدخشان و همین ملت تاجیک قرار گرفته است، از طرف دیگر یک خانواده و ما و شما هموطنان گرامی، خصوص کسانی که از دستمان گفتن می آید، نوشتن می آید، عمل می آید، تظاهرات می آید، صدا بلند کردن می آید، حالا هم باید فکر کنیم که در پهلوی کی قرار بگیریم. هنوز هم حقیقت رو نشناختیم، هنوز هم نشناختیم حق چی است و باطل چی است. بیاید دیگر یکدیگر رو فریب نکنیم، بیاید خودمان رو فریب نکنیم. وقتی آن گذشت دیگر مثل شترمرغ یک انسان می رود سرش رو زیر شترمرغ سرش رو زیر ریگ میکند، کلش چون معده هست اما بدنش بزرگ، فکر میکند که پنهان شده است، کسی او رو نمیبیند و شیری که گرد میاد او را تامه خود قرار میده. برای اینکه فقط سرش تگ خون بود، او فکر میکرد که در تگ خون پنهان شده است اما بدنش بیرون ریگ ایستاده است، نمایان است. بعضی هموطنان ما مثل شترمرغ رفتار میکنند، سرش رو تگ خون میکند، چشماش رو میپوشد، بیا که دیگر تمام دنیا با همین تمام شده، در دنیا چیز نمیگذارد. اما مردم میبینند، مردم دیده شدن که بعضی از کسانی که خود رو مستقل میگویند و میگویند که ما در پخش برنامه، در گفتار، در بلاگری، ما بلاگری آزاد است، ما با امر وجدان کار میکنیم. اون وجدان چی وجدانی هست که میتوانید به اداره دلخواه، اداره حکومتی درش رو به پایتان باز کنید، بیاید و تا وزیر با شما صحبت میکند و به شما کسی هیچ چیز نمیگوید، اما در یک گوشه وطنتان کشتار، فاجعه رخ میدهد، شما نمیبینید و شما بلاگر مستقل، شما روزنامه‌نگار مستقل. من فقط یک خواهش دارم، اینجا مسئله تنقید نیست، وضعیت داخل کشور رو من خیلی خوب میدونم که چی وضعیت است. شما هم انسان هستید، ما هم انسان هستیم، ما هم این شرایط رو از سر گذراندیم. اما وقتی که در چنین شرایط هستید قرار داره، فقط یک خواهش داریم، خود را روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، فعال جامعه مدنی و بلاگری مستقل خود نام نگذارید، ولی بگید ما یک بلاگری هستیم که در با هماهنگی با فرموده، با مشورت مقامات کار میکنیم که کدام موضوع را پوشش بدیم، کدام موضوع را نه، چی بگیم چی نگیم. اگر این را گفتید مطمئن باشید که مردم هم احترام میکند، مردم هم میفهمد، میگه خب این آدما، این مردم آشکار گفته ایستادن، چه خیره که از پلوس کرد، آفرین با اونها. واقعا هم من تحسین میگم، آمد آشکار اعلام کرد که قضیه بدخشان را دیگر پوشش نمیدیم. برای چی؟ برای ما رو منع کردن. مگر یک کس از پلوس رو متهم میکند؟ نه، من میگم خیلی جوان مردانه رفتار کردن. چون که اخو مسکوی در روسیه وقتی که اونها گفتن که مسئله های یا تلویزیونی داشت، گفتن که مسئله اوکراینی رو پوشش ندهید، این خیل بگید، جنگ رو جنگ سپیس اپراسیا بگید، اونها گفتن که از این خیل ژورنالیستی ما دست میکشیم، قطعا نمیخوایم نه زیران برویم و نمیخوایم با کسب خودمون خیانت کنیم، بلکه آشکار گفتن که ما دیگر این مسئله رو پوشش نمیدیم. دوستان در از پلوس هم جوانمردانه رفتار کردن تا این جایی که میتوانستن. اما من از دیگران خواهش میکنم اونایی که هنوز به این حد نرسیدن، تحت فشار قرار ندارن، حداقل بیان مسئله رو پوشش بدن یا اعتراف کنن، بنویسن که ما نمیتوانیم، ممنوع هستیم، تا اینکه مردم بدونند و درک کنند. اما کسانی که در خارجیم، کسانی که خب ما رو زندانی کردن نمیتونن، حالا چیکار کردن میتونن؟ بالاخره یگانه کاری کردن میتونن در همینجا ترور کنن یا خش تبارمون رو برن زندانی کنن. خب دیگر کسی نمون که در داخل زندانی نکرده باشن، زدن، اذیت کردن. برادری من در دوشنبه است، در دهه همون هی کرده است، هر روز میبرن، هر هفته میبرن،
والا خدا میداند که با او چی رخ میدهد، چون من 6 سال است که با او تلفنی صحبت نکردم و اون زنگم نمیزنه. اما وقتی که در مبارزه آدم برآمد، بله دیگر نبیرش رو تا حد کشتن میبرن، کلینش رو اجازت نمیدن، برادرش رو اجازت نمیدن که خارج سفر کند، اذیت میکنن، خودش رو میکشن، رو میتونن در خارج هم ترور کنن. در همه جا خیلی که شهید مورد قوت رو و شهادت رسوندن. اما حداقل در اینجا دیگر اون دستشون مثل داخل کشور باز نیست و من خواهش میکنم از همه مردمی که در خارج قرار دارید و وقتی اون رسیده که دیگر در پهلوی مردم بدخشان قرار بگیریم، برای اینکه مردم بدخشان پاره از خودمون است. طول سالهای طولانی ما را جدا کردن با کلابی بیو با بدخشانی. با کلابی گفتن که بدخشانی دشمنی ما است، با بدخشانی گفتن کلابی زیدی ما است، با خوجنده گفتن که قراتگینی و رشتی یا دوشنبهگی زیدی شما است. با این سیاست تفریق انداز و حاکمیت کن تا امروز رسیدن. اما دیگر بعد از حادثه‌های اسفره که تمامی ملت در پهلوی واروخ و چارکوی اسفره قرار گرفت، از آن جمله بدخشانی ها، از آن جمله گلبدین شهید هم در یک بیانیه خودش را آماده رفتن به اسفره اعلان کرده بود. مردم تاجیک متحد شد. قضیه بدخشان هم باید ملت ما را متحد کند و باید متحد کرده باشد علیه. بنابراین همین دعوت من این است که هر کس هر کاری کرده میتواند. اونی که اعتراض کرده میتواند، میتینگ کرده میتواند، در روزهای نزدیک در یکی از پایتخت‌های اروپا باید یک گردهمایی تمام تاجیکان اروپا برگزار شود. بدخشانی، غیر بدخشانی، پیمانی، نهضتی، گروه 24 فرق نمیکند. اگر کسی هم، من این رو آشکار میگم، اگر یک عضو پیمان، یک عضو نهضت اسلامی تاجیکستان بگوید که گردهمایی که برادران 24 تشکیل کردن ما در آن اشتراک نمیکنه، من از همین جا از همین منبر آشکار میگم که از همین روز به بعد او دیگر اعضای پیمان و نهضت اسلامی تاجیکستان نیست. با او جواب، یعنی اگر هر کسی بدخشانی تظاهرات تشکیل کرد در آلمان، در وین، در ورشا و در بروسل، در هر کجای دنیا بدخشانی کرد، گروه 24 کرد، نهضتی کرد، پیمانی کرد، یک گروه شهروندان کردن و اگر کسی میتواند شرکت کرده فقط به خاطر عضویتش در این یان حزب شرکت نمیکند، اگر اعضای حزب و گروه های ما است بداند که ما دیگر نیاز به این گونه اعضا نداریم. حالا من به دیگر اعضای دیگر حزب کاری نداریم، ولی اگر یک گروه تشکیل کردن، پیمان ملی تشکیل کرد، نهضت تشکیل کرد، ما خواهش میکنیم، دعوت میکنیم. امروز دیگر روزی جدا کردن ملت با حزب ها و گروه ها با اینا نیست. روزی آن است که در پهلوی ملت خودمون قرار بگیریم. اگر همین مصیبت هم، همین فاجعه ما را جمع نکند، وای بر حال این ملت، وای بر حال همون حزب و گروه، وای بر حال همون سیاستمدار و همون نفری که خودش را مبارز میداند و اعلام کرده است. پس برای آنکه حالا بعضی اگر بگویند که کسی دیگر تشکیل کند ما نمیتونیم شرکت کرده، شما تشکیل کنید ما میریم شرکت کنیم. یک گروه تشکیل کند، کسی اگر حساسیت دارد و مانعی دارد، قسم خورده است، ما قسم نخوردیم. ما در برابر مشکلات ملت، فاجعه ملت، ما آماده هستیم متحد شویم. دیگران تشکیل کند. بنابر همین در روزهای نزدیک خواهش میکنم در یک از پایتخت‌های اروپایی، کسانی که در اروپا هستند، چون یک گردهمایی همه تاجیکان هماهنگ شود. کسانی که نوشته میتونید با زبانهای گوناگون اجازت ندهید که فیک ها تمام رسانه ها را پر کنند. کسی که نوشته میتواند با زبانهای گوناگون بنویسید، ترجمه کنید، مقاله بنویسید، خبر بنویسید در توییتر، در فیسبوک، در شبکه‌ها، بخصوص در کانال هایی که اکسپرت ها و رسانه های قوی هستند. و کسانی که در داخل کشور هستید، یگان جنایت نیست شما معلومات های درست و صحیح و واقعی رو با ما بفرستید. و از همه مهمش برادران و خواهران گرامی، بخصوص مردم بدخشان، کسانی که در بدخشان هستید، الان لازم نیست شما با ما نوار بگیرید و صورت بگیرید بفرستید. اگر بتوانید بسیار خوب، عالی می شود. اما چون اینترنت قطع است، چون خطر دارد، نمیتونید بفرستید، شما تمام این جنایت ها را ثبت کنید در عکس، در ویدیو، با نام و با فامیل، با هر چیزی که هست. اینا برای دادگاه بین المللی علیه امام رحمان باید دلیل شوند. همونطور که در جاهای دیگر، در اوکراین، در
منطقه‌های دیگر پرونده سازی شده ایستاده است برای بردن جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد انسانی در جنگ و دادگاه بین‌المللی برگزار می‌شود. در تاجیکستان جنایت‌های ضد بشری رخ داده ایستاده است. اینا باید ثبت شوند. بعد یک ماه، بعد یک هفته، بعد چند ماه ما نیاز به این داریم. وقتی که با دادگاه بین‌المللی می‌رویم ما نمی‌تونیم با حرف خشک و خالی بگیم که در تاجیکستان در بدخشان جنایت ضد بشری رخ داد. برای این باید ویدیو باشد، برای این عکس باشد، برای این معلومات دقیق با نام و نسب باشد. بنابراین خواهش میکنم از تمام مردمی که ما را میشناسند و برادران بدخشانی و مادران خواهران برسانید شما بی سلاح هستید، شما الان سلاح ندارید، شما مظلوم هستید، شما مورد شکنجه قرار گرفته ایستادید. امروز ما هر کاری که از دست ما میاد کرده ایستادیم، همین قدر از دست ما میآید. اما مسئله شما به امروز و فردا تمام نمیشود. ما باید از یک طرف باید ایستادگی کنیم، مبارزه را دوام بدیم و هر چقدر که میتوانیم در تاجیکستان به یک نتیجه برسیم، حاکمیت از سر قدرت برود، زیرا تا این حاکمیت در سر قدرت هست مشکل شما مردم بدخشان و دیگر منطقه‌های تاجیکستان پابرجا خواهد بود. اما این نیاز شاید به وقت دارد. در این مدت ما باید پرونده این جنایتکاران را به دادگاه بین‌المللی ببریم. الکی پرونده آماده شده ایستاده است، اما این حادثه ها و این جنایت ها باز پرونده را قوی‌تر خواهند کرد، چون اینا فکت و رقم تازه هستند، به اصطلاح سویج هستند و دادگاه بین‌المللی هر چقدر فکت جدید هست، تازه است، همون قدر جدی‌تر به این مسئله مشغول بشود. بنابراین شما ثبت کنید، نوار بگیرید، حفظ کنید و هر وقت که امکان پیدا شد نسخه‌اش رو با ما بفرستید که ما در پرونده که با ادوکات‌های بین‌المللی کار کرده ایستادیم به دادگاه بین‌المللی این مسئله کشانده شود. حالا من با این چی گفتن میخواهم؟ هر کس در جای خود، ما در خارج بوده ها در اینجا، کسانی که در داخل هستند در اون جای خود، کسانی که در شبکه‌های اجتماعی هستند، در هر کجایی که هستید، وقتی آن رسیده است که باید دیگر همه تبدیل به یک بدخشانی شویم، به یک ساکنی خاروق شویم. و با گفت حبیب یوسفی بود به فکرم، شعری که شعری معروف داشت که وقتی آن است ای سخن غورنده تر گردی زی شعر، وقتی آن است غورنده تر گردی زی برق، وقتی آن است ای قلم بورنده تر گردی زی تیغ. یعنی وقتی آن رسیده است که اونی که قلم دارد قلمش دیگر بورنده تر شود از تیغ، از شمشیر. خب ما دیگه که شمشیر نداریم، ما آتش نداریم. اونی که سخن دارد باید که سخنش غورنده تر، قوی تر شود از برق و از تندر. خب وقتی عمل است دیگر با کدام زبان بگیم، با کدام بیان بگیم که وقتی حرکت، وقتی عمل کردن فرا رسیده است. یک نکته رو میخواستم اینجا در آخر صحبتم که بعد نوبت رو به دوستان بدیم، درباره آن کسانی که همیشه از مبارزه، از رفتن به میدان صحبت میکنن. اکنون وقتی مبارزه میدانی رسید، اونی که در میدان تظاهرات و اعتراض هست، اکنون وقتی رفتن به میدان است. در اروپا، در روسیه، در کشورهای دیگری منطقه. اونی که در داخل کشور است، وقتی بودن در پهلوی مردمی بدخشان در میدان مبارزه، در میدان عمل فرا رسیده است. دیگر با سخن نه، با عمل باید. مطمئن باشید ملت از آن جمله پیمان ملی تاجیکستان با هر شکلی که امکان دارد از شما پشتیبانی خواهد کرد. مردم بی سلاح مسالمت آمیز بدخشان نیاز به کمک دارد، به همه گونه کمک. هر کسی چی امکانیت در اختیار دارد باید در اختیار این مردم قرار بدهد، در پهلویش باشد. ملت از شما قدردانی خواهد کرد و از آن جمله پیمان ملی تاجیکستان و ما وظیفه خود میدانیم که از شما در همه جا حمایت کنیم و دفاع کرده باشیم. دوستان گرامی، من اینجا صحبت خودم رو به انجام میرسونم و بیایم به صحبت با مردم. با بخصوص من خیلی میخواستم که برادران بدخشانی، کسانی که معلومات دقیق دارن، معلومات ها رو به ما بدین تا اینکه اگر ما اشتباهی در اینجا کردیم در رقم ها، در آمار، اشتباه خود رو اصلاح کنیم. چون آن چیزی که من گفتم
شهیدان از بین 20 تا 40. این طبق معلومات آخری که قبل از آنلاین به دست ما رسیده بود. خب دوست گرامی، یک نفر با نام اهل‌دین خیلی کوتاه و با دلیل در مورد بدن. الو السلام علیکم استاد عزیز. علیکم سلام. بخشش که با سیما صحبت کنه نمیتونم، شما خوب میفهمید؟ میفهمم. بله بفرمایید. تشکر زیاد استاد. من باری اول با شما صحبت میکنم، خیلی خوشحالم. دوگوی شما هستیم. تشکر زیاد که همیشه همین مبارزه رو برده ایستید. از نام ما خود مردم تاجیکستان این کار کرده نمیتونیم. شما مبارزان کراسو آنو ما صحبت میکنید، از نام ما سخن میکنیتون، اپشتی ما شما گریزه شدیتون، خوب دور از وطن شدیتون. تشکر زیاد. ما همه وقت در حق شما دوگو هستیم. برادر اهل‌دین، من یک چیز بگم. من اولا که تشکر میگم که شما در این صحبت وارد شدید. من صدای شنیده ایستادم که صدای ساختمان از شما در کدام ساختمان کار کرده ایستادید. یعنی اولا که شما مهاجر کارگر هستید، یک نفر نیست که در پس کامپیوتر نشسته مثل فیکا مثل فابریک جواب میگه، بلکه شما یک انسانی واقعی کامل هستید که اهل کار، اهل فکر و اهل مبارزه. همونطوری که بزرگان در گذشته میگفتن که دل با یار دست با کار، شما دلتون با یار، با مردم، با عزیزان هست ولی دستتون با کار هست. من این گونه انسان‌ها بسیار قدردانی میکنم، خوشم میآید و همین محبت شما به ملت و مردم باعث شده است که شما در وقت کار که صدای بالقه و کارتون آماده ایستاده است وارد صحبت شده. من میخواستم یک مدت طولانی‌تر با شما صحبت کنم. چرا؟ چون که شما نه فیکی طرفدار اپوزیسیون هستید، نه فیکی طرفدار حکومت، بلکه یک انسان واقعی. شما درباره قضیه بدخشان چی شنیدید و چی فکر دارید؟ من همین 3 روز اخیر باز قضیه بدخشان رو خوب از شبکه‌های اجتماعی اطلاع داریم. خیلی رنجیدیم، دلمو خوب زیخ شدیم. این من میگم 22 شهید الکی ما از دست دادیم. من تعزیه خودم رو به کل این خانواده این شهیدان برسانم. این نه تنها یک شهیدان پامیرین، تمام تاجیکستان است. خوب این دیکتاتور رو از ما شما خوبتر بدونید. این یک گسله است، یک کدو است، یک توپوی است. این دین هم مسکو به دیدی تو اخلان سخن ندادن. من خواهش میکنم. بله کدو هست، درباره یعنی کدو فکر و جشن کدو برگزار میکنه، اما گساله خواهش میکنم نگید، چون در برنامه ما باید تحقیر نباشد. من این انسان خوب مینماید، اما میدونم عصبی هستید، میدونید در این جنایت ها گاه آدم میخواهد که آنچه که در دلش هست بگوید، اما یکی از وظیفه های ما برادر این تربیت کردن مردم هم است که دیگر در صحبت ها حتی با یک جنایتکار مثل امام رحمان تحقیر رو روا نگیرید. برای ادامه بدید. تشکر زیاد استاد هزار رحمت. خوب باور کنید روزی من همینجا شیریکم ایستاده است نه که همینا نبی بود من ونگ گیره میکنم برای این از کفای مردمی مظلومی تاجیک. اکنون برادر و شتیان این دیگه من اوکراینسا هست شهر میکنم. خوب من خیلی گابدون نه استاد جان حضرت. تشکر زیاد دعا کنید. شما گابدون نیستید. اینجا برادر عزیز برنامه‌های ما اصلا همین وقتی که ما و شما زندگی کردیم دیگر وقتی گابدون‌ها و اونایی که در صحنه خوب گپ میزنن، خوب اکچولی میکنن، اسپکتاکل میکنن، وقتی اونو نیست. دیگر وقتی واعظ‌ها نیست. امروز وقتی انسان‌هایی هست که کم گپ میزنن، حتی بد گپ میزنن، هنری گپ زدن ندارن اما عمل کرده میتونن. وقتی شما رسیده است، من یک جمله شما را آشکار میگم، یک همین آه شما را، گریه شما را، یک جمله نیمکاره شما را بالاتر میدانم از اون صدها نفرانی که واعظ هستند، اکتیار هستند، نفرانی که هنری صحبت کردن دارن اما بغیر از گپ زدن و از صحنه آرایی دیگر از دستشون کاری نمیاد و کاری هم کردنی نیست. همین صحبت شما برادر خودتون رو کم نبینید، چون که مثل شما
شما میلیون ها هستید. شما صدای اون میلیون ها را گفته ایستادید، بنابر همین از خودتون ناراضی نباشید، بلکه با خودتون فخر کنید. شما نه دوست هستید نه غارتگر، یک انسانی که کار کرده ایستادید، در وقتی کارتون وارد میدان شده صحبت کرده ایستادید. بنابر همین یعنی طرفدار واقعی من همین مثل شما هست. من آشکار میگم، نه اونه که مرا تعریف میکند، نه اونه که در روز آرامی در پهلوی من است. نه، طرفدار واقعی و اصلی من شما هستید و من میخواهم که مثل شما بیشتر باشم. تشکر زیاد. بله سخنای خوب گفتید. سلامت باشید برادر اهل دین. اگر گفتنی نباشد ما با شما خداحافظی میکنیم. بسیار خوشحال شدیم و تا صحبت بعدی. خدا نگهبانت. تشکر زیاد. در پناه الله باشید. خدا نگهبان. خب یک نفر با نام باس بفرمایید برادر. بله بفرمایید. برادر باس میکروفون شما روشن است. اگر که پیدا بفرمایید. اگر نه بله میشنوید ما را. بله میشنوم. سلامت باشید. صوت خوبی؟ سلامت باشید. بسیار چند باشید چطور کردم که یک وقتم صحبت کنم. خیلی نصیب نبوده است که یک وقتم کردم. بفرمایید میکروفون در اختیار شما است. اگر درباره بدخشان وضعیت بدخشان معلومات دارید بفرمایید. اگر مثلا ما بودیم در آینده شما اگر مسئله قدرت بیارید، همین مردم بدخشان همچون میگه افغانو هستن. همین اگر دعوا کنن که مثلا ما میتونیم که افغانو میشه، شما در این مسئله چی گفتید؟ صداتون کمتر کنده آمده با تکرارتون برادر. میشنوید وزیر ناز میشنوید؟ بله خوب شد. بله در مسئله بدخشان گفتم یک سرپرسم. همین ولایت بدخشان بگیم همچون افغانومی است. هم خیلی است و رسمیت هم خیلی هست یا نه؟ بله در کنستیتوسی هست همین. بله هست. مبادا که اگر ساخت دولت داریم و دیگر شود همین حقوق دارن که افغانومی شوند. اینا علاقه افغانومی هستن. شاید منظور شما این است که اینا حقوق دارن که از تاجیکستان مستقل شوند، جدا شوند. بله. نه اینا حقوق ندارن، چون کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در صورتی که همزمان مختاریت ولایت بدخشان رو تامین کرده است و باید این مختاریت 100% تامین باشد. در برابر این یک پارچه و یگانه جدا ناپذیر بودن تریتوری تاجیکستان، مساحت تاجیکستان را هم اعلام کرده است. این معنی آن را دارد که یک وجب خاک تاجیکستان از تاجیکستان جدا نشود به هیچ وجه، نه از طریق رفرندوم، نه از طریق سازشنامه‌ای که امام‌الله رحمان قریب 1.5% خاک تاجیکستان را داد و اینا همش غیر قانونی و غیر کنستیتوشنی میباشه. برای همین اینا این حق ندارن و یگان بدخشانی هم در فکر جدا شدن از خاک تاجیکستان است. بهتره ما هم مردم بدخشان را احترام میکنیم و دوست می‌داریم و همچون میگیم وطن ما دوست می‌داریم مثل خودت. فقط از ساخت دولت‌داری ما یکم طرف میشه ما ناراضیم، چون که ساخت دولت‌داری ما کم می‌بینیم ظلم ماست اگر ختم نکنیم. من خیلی است. فقط ما یک سخن دیگه اطلاع دارم وقتی شما دوستان میگیرم. ما همچون میخوام که اگر در بگیم کنستیتوسی همچون فن من میخوام که در مقطع میانه هم در دانشگاه ها استفاده برده شود. اگر همین اگر بشود شاید مردم ما از خودشون با بسیار خبردار شوند. برادر عزیز تا جای خبر دارم، حالا اگر اینا تغییر نداده باشند در تاجیکستان در واقع در دانشگاه ها درس مخصوص است درباره ساخت دولت‌داری و ساخت کنستیتوشنی و حالا نمیدونم شاید باشد، اما اون کافی نیست. بعد ببینید درس اساسی رو یا که احترام با کنستیتوشن رو مردم از طریق درس دانشگاه و از طریق درس مکتب نمیگیرن. مردم باید کنستیتوشن رو در زندگیش احساس کنند، درک کنند. اون کنستیتوشن رو چی مردم درک میکنند، احساس میکنند که عملی نشود و امام‌الله رحمان هر سال هر وقتی که بخواد اونو پامال کنه، تغییر بده، مثلا ماده که با فایده خودش هست اونو تمدید کنه مهلت پرزیدنتی رو.
پس قدر و ارزش در کنستیتوسیون نمیموند. کنستیتوسیون باید سند وقتی قانونی اساسی است، سند سرنوشت میگیم، باید در حیات مردم تطبیق شود و مردم احساس کنند که کنستیتوسیون دارد. مردم تاجیکستان احساس نمیکنند که قانون دارد، کنستیتوسیون دارد. مردم فقط یک چیز رو میبینن، میگن ما پیشوا داریم. یعنی پیشوا هست، دیگر قانون نیست، دیگر سود نیست، دیگر وزارت نیست، سروزیر نیست، پارلمان نیست. یک دولت هم پیشوا شده است، حکومت هم پیشوا شده است، کشور هم پیشوا شده است، ملت هم پیشوا شده است. یعنی نه دیگر دولت وجود دارد، نه پارلمان، نه کنستیتوسیون، نه سود، نه حاکمیت دیگر. اینا مردم نمیبینند، احساس نمیکنند. بنابراین برادر عزیز، درس دادن خوب است اما در عمل تطبیق کردن بهتر است. خب سلامت باشه برادر عزیز، خداحافظی میکنیم و یک نفر با نام صحبت مهم برادر در خط هست اگر باشد ولی نیست. خب مهاجر بچه بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. اکای محیدین سوزه خوب هستین؟ چینجین؟ تشکر، سلامت باشه برادر. من صحبتون شما را گوش کردم. شما میتونین که یک موضوع را هم ای پهلوی مثبیش یا که هم منفیش مرا شرح بدین؟ بفرمایید. بله، موضوع را وابسته و اگر در توان باشد و بفهمم با موضوع ما ربط داشته باشه چرا؟ بله، موضوع شما همین درباره بدخشان بود. شما برای چی قسمت زیادی مردمی بدخشان که امروز برای آبادی کار کردستند، ما در جلسه‌های در توسط اوینه نیلگون تماشا کردیم. اونجا همون مردمی بدخشان که خدمتچی دولتی هم جا هستند، آموزگارا هستند، زیویا هستند، شاعرا، تمام قشر جامعه در اونجا هستند. شما بیان نام نمیبرون، تنها از 2 نفر 3 نفر جنایتکار که فقط همه را بدخشانی ها گفتن در چشم مردم در جامعه جهانی، همه را همون جنایتکاران بدخشانی ها گفتن، یعنی که همه را شما یک طرف میگذارید. برای چی همین قسمت جدا نمیکنین که این پهلوش بسیارتر از چیم همون آدمای جنایتکار و به خاطر صلح و ثبات به خاطر آبادی کار میکنن؟ برای چی در این موضوع صحبت نمیکنین محیدین کبیری؟ خب سلامت باشه برادر مهاجر بچه دروازه. ببینید دوستی عزیزم، اونایی که در بدخشانیایی که در حکومت کار میکنن، حتی نماینده تاجیکستان در سازمان ملل تا امروز هم به فکرم بدخشانی است، مردم فقط اشتباه. بله. وزیر هست، عضو پارلمان هست، در دانشگاه‌ها، در مقامات قدرتی بدخشانی‌ها کار میکنن. اونها مورد تجاوز و کشتار قرار نگرفتن که من درباره آنها گپ بزنم. یعنی اون بدخشانیایی که الان در حکومت کار کرده استادن، در گفت شما با حیات آسایش مشغولن، بله اونها بدخشانی هستند. اونها حالا در کابینت نشستن، در خونه‌هاشون نشستن و بعضش حتی ممکن طرفدار حکومت هم باشد. اگر همونا مورد تجاوز و کشتار قرار بگیرن، مطمئن باش برادر که من درباره اونها صحبت خواهم کرد. من از اونها هم حمایت میکنم. من اون وقتی که حالا درباره مردم روشان و خاروق و مردم جبریده بدخشان صحبت کرده استادم، فقط برای آنه که اونها بدخشانی هستند، برای آنکه اونها مورد شکنجه، کشتار و قتل قرار گرفته استادن. اگر همین کار در کلاب صورت بگیرد، در اسفره صورت بگیرد، در درواز خدای نکرده صورت بگیرد یا در زرافشان، من دقیقاً همین کار را خواهم کرد، نه به خاطر آنکه این نمایندگی کدام قوم و گروه و منطقه است، بلکه در آنجا جنایت ضد بشری رخ داده استاده است. اگر همون بدخشانی که در حکومت هستند اونا هم نسبتشون اگر ظلم و شکنجه شود، چرا ما صدا بلند خواهیم کرد؟ یک سوال دیگر بخشش، یک سوال دیگر. شما در صحبت قبلی گفته بودین که ما برای پیمان ملی یک جناحی یعنی که حربی تشکیل میکنیم. جناح حربی شما همه جانبدارای من، همه گروهایی که متشکل جنایتی که با یعنی که من چی بود گروه 24 و دیگر هم علمی شهر زمانوف که مردم دعوت کرد و مشارکت، گروه جنایی شما همین بود، یعنی که شما سلاح ها رو همه آدم مدد دادن که بر اومدن. باید شما شاید این کار کنین که نه و یا سلاح نداشتن. پس چخیلی افسر یک سرباز قوه های مسلح، نمیدونم ای گوارد بود، ای امنیت بود، نمیدونم ای جو بود،
مثال او کشته شدن، او بچه کشته شد، بعض این شهادت وای نیست که وای سلاح داشتن، شما میگن که وای به سلاح هستن، به سلاح بودن. باز یاد دقیقه وزیر بود در مرکزی مثال امو بدخشان امو راهو را بریده، درخت‌ها را دیوار کرده، در کوه پشت مثال سلاح آتشفشانی کلان گرفته، کوکتل مولوتوف قرار گره برای او تری گرفته. این خودش به ترتیبی و این تروریسمی که مردم دهشت آوردن نیست. شما میگین که وای رو شما تروریست میگین، و در این دیگه در چی شما نظر دارین؟ لیکن من میدونم شما که هر سخن جا داره، شما همین در عموم گفتم میگذارین با میگن که نه و یا خیلی نیستن، نه که من همین فکر چیزی که هست توسط نشان دادم باید برآمد کرده که از بازداشت شدگان در توسط آینه نیلگون گپ زد که در حقیقت ما آمادگی دیده بودیم، ما را گفته بودن، خیلی ما را سرپرستی راهنمایی کرده بودن که ما دست به همین کارو زدیم. شما در چی میگین؟ من همین خلاصه سوال همین که آخری سوال همین که قنات جنایی شما از حساب بچهای بدخشان که امروز یک گمراه شدن و در راه بد رفتن، این هم قنات جنایی شما بود یعنی که هم حربی شما بود؟ والا شما همین سوال آخر نه اول دادید، منتظر باشید شاید که با شما نوبت میتونم سوالاتون بدید، چون وقتی 3-4 سوال پس هم بشه شاید من یک کشو فراموش کنم. در مسئله جناح نظامی، پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت، دیگر حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی به هیچ وجه جناح نظامی تشکیل نکردند و نخواهند کرد، چون این برنامه هم ندارند. این موقع رسمی و آشکاری ما. وقتی که خبر از طریق رسانه‌های روسی پخش شد که یک گروه اعلام کردند که جناح نظامی یا حربی اپوزیسیون هستند، این را برای شما دوست عزیز و برای همه تاجیکستانی‌ها بیان می‌کنم که اپوزیسیون تاجیک پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان تنها نیست. مفهوم اپوزیسیون خیلی وسیع است، از یک دهقانی که ناراضی در داخل تاجیکستان تا مهاجری که جای کارش را از دست داده است و از حکومت ناراضی است تا گروه‌های مسلحی که در افغانستان و در همه جای دنیا هستند و مخالف دولت هستند، اینا همه شامل اپوزیسیون میشوند. اپوزیسیون مصالحت آمیز یا مصالحت آمیز، غیر مسلح، اپوزیسیون مسلح، اپوزیسیون خفته یا اپوزیسیون آرام که صدایش رو بعدتر بلند میکند، اینا همه اپوزیسیون هستند. وقتی که یک جناح نظامی اپوزیسیون شکل میگیرد، معنی آن را ندارد که اپوزیسیون همش پیمان ملی هست، پیمان ملی تشکیل کرده است. نه برادری عزیز، اتفاقا همون جناح نظامی که شکل گرفته است و از خود اعلام کرده ایستادن، من نمیدونم تا کجا والا واقعی هست یا نیست، اینها در بیانیه اولشون طبق گفته همون اکسپرت روسیه که بیانیه رو آشکار کرد، گفتن که ما از فعالیت‌های اپوزیسیون غیر مسلح سیاسی تاجیکستان خسته شدیم. یعنی از من، از پیمان ملی، از نهضت اسلامی تاجیکستان، از گروه 24 گفتن که کار اینا نتیجه نداده ایستاده است، اینا آدمای خوبن اما بی‌فایده است با دیکتاتوری مثل امام رحمان مبارزه فقط دیپلماتی و سیاسی ببریم. باید اینا غیر سلاح چیز رو نمیفهمن، گفتن ما مسلح میشویم و مبارزه مسلحانه میبریم. این یک گروه کاملا دیگر است، اینا از ما ناراضیان، از حکومت هم ناراضیان، مبارزه ما رو غیر موفق میدونن و دست به مبارزه زده ایستادن. این با پیمان ملی تاجیکستان هیچ ربطی نداره. اما ما یک لحظه خاموش باشید چون من با شما نوبت میدیم. ما در صحبت‌های گفته ایستادیم و خواهیم گفت که پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان که مثل پیشین همیشه دعوت میکرد که مردم از سلاح استفاده نبرید، تنها با راه‌های مصالحت آمیز باید مبارزه بود، امروز فقط به خودمان و جانبداران خودمان میگیم، اما دیگر پیش راه یگان کس را گرفته نمیتوانیم که بگیم راه مبارزه مصالحانه دیگر جایز نیست، چون که اونها گفته هستند که دیگر راه ما نتیجه نداد. ما فقط با اونها چی میگیم؟ اگر شما به این نتیجه رسیدید که مثل امام رحمان دست به سلاح بزنه، فقط توصیه ما با شما این است که این سلاح را ضد مردم، ضد ملت خود برای ویرانکاری استفاده نبرید، فقط و فقط برای حمایت از مردم مصالحت آمیز غیر مسلح. یعنی اگر که واقعا اولش تلاش کنیم، کوشش کنیم که هیچ کس دست به سلاح نبرد، اما اگر وقتی که یک گروه میگن که ما مستقل هستیم، حرف شما را قبول نداریم، ما از اونها خواهش میکنیم که دیگر
این سلاح رو ضد مردم استفاده نبرن بلکه از عقیده‌های رادیکالی و اکستریمیستی باشن. این یک مسئله دیگه. شما درباره مردم بدخشان که اینا سلاح گرفتند و افسر کشته شد، برادری عزیز، وقتی که بالای آنها هجوم نظامی میشود با چرخ‌ها، با تانک، با تمام وسیله ها، اینها را زندانی میکنن، میکشند، از بین میبرند، او چیکار کند؟ والا خودت باشی به جای مردم بدخشان، به جای ساکن خاروق، ساکن روشان، خودت چیکار میکنی؟ ما میگم شما در جواب شما مجبور میشید که سلاح بگیرید، سلاح رو از خود همون هجوم کننده میگیرید، از جای دیگر پیدا میکنید، مجبور میشید مسلح شوید تا که از خودتان دفاع کنید. درخت رو میبره، در راه بریر میکند برای اینکه تکنیک حرکت نکند. وقتی که حکومت وارد جنگ میشود، طرف دیگر باید که با گلدسته بیاید. نه وزیر در کمالش فهمو یک چیز دیگر. مردم بدخشان خیلی صبر کرد تا آخرین لحظه گفت که نیروی نظامی رو برارید از خاروق، ما جنگ نمیکنیم، سلاح نداریم، طلبات قانونی ما رو حکومت اجرا کند. فلانی که غیر قانونی آمده است استعفا برود، نیروها رو برارید، مردمی که غیر قانونی حبس کرده، زندانی کرده آزاد کنید. این در تمام دنیا وجود دارد این گونه طلبات ها. برای همین طلبات کردن باید که حکومت سلاح بکشد، باید ارتش بفرستد با خاروق. میکروفون ما برای چی میکشنه دقیقه موکی؟ باز شما میدونن که پیش همین میکروفون شما کشتگی نیست، اگر کشتگی میبود شما گپ بزنه میتونستید. نه حاضرین شما گفتین که اول و شما میدونن که پیش همین آغازی که وای کردن همین عملیاتی بزرگردانی همین تروریستا سر شد، اول و قطعی همسوبه شد اگر فهموندگان همین کورو را نکنین، هم خیلی نشان، حتی از زنک یا جسم زن مادر همو گروه چنان لطکوب کرده است که با اندازه که همو زن بیچاره معیوب شده است. همو گروهی که شما جانب دوری کردید، طرفداری کردید. برادری بعداً یک دقیقه دیگه است، خود نوبت خطی. نه نوبت برادر، اینجا ما گفتگو در تلویزیون که علیم شیرزمان و اعضای پیمان ملی و معاون شما شما میگید که ما دای گروه دای کورو دست نداریم، همو علیم شیرزمان و معاون شما در پیمان ملی اساساً همو آدم دست داره، اساساً همو آدم به تظاهرات دعوت کرد، اساساً همون یعنی که همین مردم بدخشان همون گروه قشر جامعه که همه گفتن که تاج مای زده بدن چه مواد مخدر استفاده بودن، بیهوش بیمدار بودن، همین کارا را کردن، با این درجه مردم به راه بردن. حتی رئیس آقاخون چور میگه شو که مردم به مسئولیت دعوت داره، شما برعکس و که این شما خیلی کردین، شما برای عیناً همون نقشه‌ای که سالای پیشتر کرده بودن همین نقشاتونو عیناً روز میخوان که فقط در بدخشان توسط همون بچه‌ای که نوگو هستن، کمتر ای مرکز دورتر که هستن و از تربیت دور موندگان، شما همین رو عیناً همون سنراتون رو تکرار کردین. همین رو خلاصه کوتاه کردن جواب بدید. برادر دروازه ولی نمیدونم واقعا دروازه هست یا نیست. برادر عزیز ببینید، اولش که اینجا در ما شما در دیبات قرار نداریم که مثلا یک دیبات باشه که 3 دقیقه من گپ زدم، 3 دقیقه شما گپ زنید، بعد میگید که شما خاموش بایستید و من گپ زدم. شما حداقل حالا مرانه علیم رانه یک انسانی عادی را در تلویزیون‌های خودتون، در اون تلویزیون حکومتی یا در بدخشان یا در خاور یا در جهان‌نما 3 دقیقه نه 5 دقیقه نه 1 دقیقه اجازه بدید که با پرزیدنت ما امام علی رحمان یا با خود شما یا با یک سیاستمدار شما صحبت کند و بحث کند. بعد بیا در اینجا از من طلب کن که برادر ما رو قطع نکنید و به من هم برابر خودت اجازه بدید که همون وقت رو صحبت کنید. یعنی شما واقعا یک منطق عجیب داره. ما وقتی که در یک برنامه آنلاینی که صدها مردم منتظرن و خودت میدونن که طرفدار حکومت هستی، از همون واژه‌های گمراه شدگان و فلان استفاده میکنی، 100% یعنی منطق، زبان، بیان همون یک اوانگردی یا یک پروپاگاندیست حکومت هست. با وجود این من اجازه میدم که نظرت رو بگویی. یعنی میگن به یک نفر دست دادی اورنج میخپد، یک شوخی هم داریم در تاجیکستان، خودشون به هیچ کس امکانیت سخن نمیدهند، برای سخن کردن زندانی میکنن، برای تظاهرات زندانی میکنن، از یک پلیس رو میبردن درباره حادثه ها گپ نزن، بعد میان از فضای باز دموکراسی ما استفاده میکنن. باز اینجا هم مثل که در دوشنبه نشستن دیکتاتور میکنن که
ما را قطع نکن، اجازه بدید که من برابر شما گپ زنم. برادر شما در گوش فیل خوابید. شما اقلا 1 دقیقه اجازه بدید به ما، من به شما 1 ساعت اجازه میدم. ولی من وقتی به شما 5-10 دقیقه اجازه میدهم، این به خاطر آن است که ما نشان بدیم که ما مثل شما نیستیم. اما به این معنا هم نیست که به اون درجه ساده باشیم که باید بیایم شما هر یک افسانه و هر یک تهمتی رو که میکنید به مردم به شما اجازه داده شود. در بالای علیم شیرزمانو، بله علیم شیرزمانو زاده خاروق است، زاده همون منطقه والا برخاروق میگن، همون محله که محمد باقر در اونجا زندگی میکنه، تولد شده از همونجا است. چگونه علیم والا معاونی من است یا اعضای ما هست، وقتی که در داخل وطنش در دیهش در میکرورایونش جنایت صادر میشود، این مردمش رو به تظاهرات دعوت نکند. مگر علیم مردم رو اگر به تظاهرات دعوت کرد جنایت کرده؟ حالا من هم مردم رو به تظاهرات دعوت میکنم. در کجا نوشته شده است؟ شما این منطقی خراب و غلط و پلغده شده خودتون رو کنار بگذارید. شما تظاهرات رو جنایت حساب میکنید. برای شما همین است که 30 سال است 1 نفر در تاجیکستان تظاهرات تشکیل نکرده است بغیر از خودتون. تظاهرات غیر قانونی بدون اجازه تشکیل میکنید. اما یگان شهروندی غیر حکومتی، شهروندی عادی همچون اعتراض تظاهرات نکرده است در تاجیکستان، برای که شما این رو جنایت میحسابید. علی وقتی که دعوت به تظاهرات کرده است، حالا که من باور دارم که علی نکرده است، من نشنیدم، مردم خودش دست به تظاهرات میزند، به علیم چی ربط دارد؟ علیم در اروپا است، در اینجا قرار دارد. اگر مردم خاروق، مردم بدخشان تظاهرات کردنی نبودن، نگه که علیم کار دارد، نگه که کبیری تاثیر میکند، اما اونو تظاهرات کردن. علیم وظیفه انسانیش است، وظیفه بدخشانی است که در پهلوی مردمش قرار بگیرد. من وظیفه انسانی و تاجیکستانی هم است که در پهلوی مردم قرار بگیرم. برادر عزیز، اینا جنایت نیستند و اگر علیم کمک کرده باشد خوشا به حالش و من دستی رو میفشورم، منم به او کمک خواهم کرد. بنابر همین برادر عزیز، این افسانه و این حرفات دیگر نمیگذارد. شما 1 مرتبه اول بیایید و یک طرفدار ما در داخل کشور 1 دقیقه وقت بدید، من در اینجا با شما 1 ساعت ان شاء الله که وقت جدا میکنم. خب یک برادر با نام، چون اینجا برادران خیلی زیاد هستن، برادر الماس چون با عکس نوارش است، بفرمایید. خیلی کوتاه برادر الماس بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. برادر محی الدین کبیری، سوال چنین است. بفرمایید. یک خبر خوندم که در افغانستان مقصد ما را قبول بکنند پناهنده. از کجای خبر فهمیده؟ 1 سکند که اینجا تلفن کردن چی شد؟ خب شما میتونید بهتر وارد شوید اگر مشکل تکنیکی داره. نه تازه 1 دقیقه. خب من برادر اول شما را حالا خاموش میکنم، بعدا وارد شوید چون دیگران در نوبت ایستادن به احترامی نشد نسبت به مردم. خب 1 نفر خیلی بر وقت وارد شده بود با نام متحدی پیروزی است. اگر باشه در خط. السلام علیکم برادر محی الدین کبیری. علیکم سلام. با همین برادری به نام مهاجر گویا نو صحبت کردند اندک پیش. مدتی 30 سال شد مهاجرم، 1 جوان عادیم. پولم رو راهی میکنم، نیمش رو میدوزم. در ایرپورت دوشنبه مادرم حقارت کردم. هرگاه که به یگان کارخانه دولتی مراجعت میکنم با معامله بد رفتار میکنن، پول طلب میکنن. من مجبور میشم که یگان گپی قپه گویم، با یگان گروه ایلاوه شوم تا از حق حقوق دفاع کنم. به این سوال چی جواب میده؟ در جامعه دموکراتی از حق و حقوق خود دفاع کردن یا از حق حقوق برادر یا شهروند یا یک تاجیکستانی دفاع کردن مگر این تروریسم است؟ اگر این تروریسم و اکستریمیسم باشد، پس دقت کن، زمین ملت رو فروختن، پول ملت رو دوزیدن،
قوه برق ملت رو دوزن، این چیست؟ گمراه. جواب به این سوال. خب این برای چی مرده مهاجر تا حال کاری نمیکنن به پول برن؟ برای چی قوه برقی که برای استحصال اون یگان اشیای خامی که از بیرون وارد می شود برای قوه برق استحصال کردن در کار نیست؟ برای چی قوه برق نمیتونن؟ مگر از اوکراین اشیای خام میورن یا ای روسیه؟ برای چی جوانان در مدت 30 سال بی سواد موندن؟ برای چی تندرست سیستم تندرستی اینقدر با فساد غوطیدگی؟ از حقوق مادامی که از حق حقوق خود دفاع کردن این تروریسم و اکستریم باشد، من یک جوان عادی موقع خود رو در جامعه نیابم با معلومات عالی، پس من چی کار کنم؟ به کجا مراجعت کنم؟ عمر ما در غریبی گذشت، نوبت فرزندا شد. 30 سال صبر کردیم و چند سال دیگه صبر کنیم؟ چند سال دیگه صبر کنیم؟ برای چی یک آدم بی سواد از 3 مکتب سروش میکنن، زینه به زینه رتبه میگیرد، از وظیفه به وظیفه میپرد. یک مردی عادی را برای یک سخن حق ای روسیه میدوزن میبردن 20 سال تورمه میکنن. کنی عدالت انصاف که از اون منبرهای بلند گام میزنید. ما اینا 30 سال شد خب کردیم. اینا باری اول است برآمد کردم. صبر لبریز شد برادر. میتونید غمی ملت مشکل ملت رو حل کنید؟ نمیتونید. تید یک جا آدم بسواده وای تروریست بود، ایزد همون تروریست بود، ایزد همون گفت مشکلی ملت حل کنه. برای چی حل نکردید؟ یک جوانی عادی، یک جوانی با گفت شما من گمراه یا که بی سواد. جواب که به سوال مردی عادی بی سواده که 30 سال شد صبر کرده است. برادر عزیز، این برادر مهاجر دروازه، البته اون نه مهاجر است نه دروازی. مهاجر مثل خودت است. مهاجر وقت نمیابد که طرفداری رحمان نکنه. رو برادری که اول صحبت کرد، مهاجر انوای است. مهاجر شما هستید. در دستش ملاتوک، صدای ملاتوکش اومده ایستاده است و برآمد کرده است. اما این در اون کابینت نشسته، در اون اداره و نامش رو مهاجر دروازه. اینا اصلا برادر عزیز، اینا به این سوالهای شما جواب ندادن. اگر جواب میداشت این رو میفهمید از این حکومت طرفداری نمیکرد. همین که طرفدار حکومت هست، ببین طرفدار حکومت بودن اصلا اون جنایت نیست در اون جای دنیا. اما در همین گونه روزهای دشوار باز آمده همین حکومت سفید کردن، این معنا رو دارد که این آدم جواب ندارد و اصلا فهمیدن هم نمیخواهد. و شاید همین وضعیتی که الان در کشور هست، شما در هجرت، شما در پراکنده به نفع هم باشد. مثلا برای چی باید دارد که شما در روسیه کار میکنید، پول میفرستید، اینم از اون پول شما یگان منصبه که داره، باز از مادر و خواهر و از خویش و تبار ما و شما پاره میگیرد، یگان زندگیش رفته ایستاده است. این پرابلم نداره. یعنی این جوابش همیشه تیار است که خب پس چی شده است؟ شما رو حالت خوب کردن، در همه جای دنیا هست. ببینید یک منطق عجیب دارن. وقتی میگه که چرا نیست ملت مهاجر است، میگه مهاجر در همه دنیا هست. ولی در همه دنیا هست 5%، 10%، حد اکثرش 20%، 50-60% نیروی جوان کاری ملت در یگان کشور وجود نداره. و این سوال‌ها اینا یک جوابای از پیش آماده دارن که اونها همیشه تکرار میکنن و بنابراین برادر شما اینا نپرسید، بلکه بیایم دیگر وقتی ما رسیده است که از اینا دیگر امید کردن در کار نیست، بلکه وارد عمل و دنبال کار شدیم. سلامت باشید برادر عزیز. خدا نگهبانتون باشد. اینجا چند نفرها هستند. من برادر البته وارد میکنم و ایشان ابتداتور هم هستن. برادر گیلایف هم چندین نفر در خدمت باشید. بفرمایید. السلام علیکم برادر محیدین کبیری. بخشی شیخ در مدام زنگ زدن دیگه نشید. سوال چنین است. یکمش که شما یگان رابطه دارید با طالبان که مقصد ما یگان خریدار باشه چریز افغانستان بریم. ما خسته شدگیم. به خدا قسم دیگه چه گویم
دستمون پری خوکند ما بچه خداوند ما را تاجیک خلق کرده ما رزدربا چیک نیستیم که اخی باید بود همون وطنی خدمت بریم فعالیت کنیم که ما دیل رو به وطن میسوزه شما چه خیلی حکمت رو به خود ما نمیفهمم بعد مقصد که امروز باید ما سر یک موضوع را باید بگیریم که راهی پیدا کردن به تاجیکستان راهی که به تاجیکستان رفتن پیدا بکنیم برادر شما همچون یک رهبر اپوزیسیا میخوام که مثلا یک راهنمایی میکرده مثلا با قدم راه بریم ما باید امروز شرط است که یک کس دو کس بره همین روز باید ما شروع کنیم رفتن که یک روز مبادا همه کسا بخیزیم بعد رحمان فدرکش بیاویم همین بود من خواهش میکنم که همین یک پرتال باید بکشویم که مردم уже برفتن آماده باشن ما уже خسته شدیم روسیه با اروپا گرفتیم اومدیم لیکن این زندگی نیست کوخی همین گفتنی بدم باید دیگه گفتنیم که از یک دقیقه دیگه بخشش یک دیگه گفتنیم که من با این برادر محیدین کبیری چهره یک آدم شناسم شما نسبت این آدم هر خیلی گپا میزنه وقتی که آدم نمیشناسه خواهش میکنم چاپلوس هم باشی کسی نباشی وقتی آدم نمیشناسه دربارش گپ نزنه التماس این همه خما گفتنیم بسیار گپا میگن او آدم من پیشم دیدگیم سال چهره یک آدم شناسم نه که نسبت این آدم بسیار تهمت من شنیدگیم التماس خواهش میکنم که خودتون حرمت بکنه در حرمت خودتون بسته باقی در پناه خدا نگهبانتون سلامت باشه برادر عزیز من آخری که همین پرتل کشادنش مهمه من خواهش میکنم بعد شروع کردن در کار برای رفتن دیگه هر روز یک منطقه مون زده شدیان هر روز این قوادما را کشتن برادرها را ای پاجیزنین تا 25 سالی دوده شدیان ما به خدا خسته شدگیم ای رژیم برادر الماس سلامت باشه من آخری صحبت نفهمیدم که آیا من نسبت یگان کس یگان چی گفتم که شما ناراحت شده یا اون کس نسبتی من گفته است حالا ایش مهم نیست اما اگر کسی من نسبت کسی گفته باشم ناحق گفته باشم بخشش میپرسم عذر میخوام شما ناراحت نشید اگر کسی هم که نسبت ما گفته باشد خداوند ببخشش ما هم بخشیدیم وقتی دیگر این گپ نیست وقتی بخشیدن و وقتی عملی یک جایی است اما برادر الماس مسئله اول شما من با طالبان هیچ گونه رابطه ندارم رابطه هم کردنی نیستیم و ضرورت هم نیست پیمان ملی تاجیکستان نهضت اسلامی تاجیکستان ما که وضعیت خوب میدونیم تحلیل میکنیم و خدا ما رو با در یک مشکلی دیگری بین المللی و منطقه‌ای وارد کردن نیستیم اگرچه هر کسی در شرایطی ما باشد مجبور میشه در این چنین حالت‌ها با کشورهای همسایه و خصوص با کشورهایی که با حکومت جمهوری تاجیکستان مشکلی دارند وارد گفتگو همکاری میشد اما این کار ما چرا نمیکنیم برای آنکه فضا اینا نمیبردارد بعدا خود حکومت امروزه افغانستان هنوز اعترافی بین المللی پیدا نکرده است و بنابر همین هیچ گونه رابطه هم نیست رابطه هم کردنی نیستیم و ضرورت هم برای این نداریم اما کسانی که میخواهند به وطن برگردن چرا ما این خریدار رو ما باز کنیم من این رو نمیفهمم که یعنی مردم باید منتظر باشن که یک کس برای نو راه هوایی باز کند راه زمینی باز کند نه اون کسی که میخواهد وارد تاجیکستان شود و مبارزه برد مطمئن باشد که به ما هم راه رو میداند چگونه وارد شود کجا برود و کسانی که رفتند و رفته ایستادن از ما هم پرسیدن و ما برای کسی هم راه باز نمیکنیم وظیفه یک نیروی سیاسی مثل پیمان ملی تاجیکستان آماده کردن فضای سیاسی برای مبارزه است که ما این کار را کرده ایستادیم ولی اونایی که میخواهند با دیگر راه مبارزه را ادامه بدهند باز اعلام میکنم ما نه طرفدار از این گونه مبارزه هستیم نه مخالفت میکنیم دیگر خودشون راهشون رو میدونن و راهشون رو باید پیدا کنن فقط خواهش ما این است هر کاری که میکنن باید برای ملت و خاطر ملت و برای برقراری آزادی و عدالت باشد خدا نگهبان باشد برادر الماس من از این بیشتر دیگر با شما جواب گفتن نمیتونم در این مسئله خدا نگهبان تو والله کشمیت دیگه گفتنیم شما من ناتوری من که فهمیده اینترنتم ضعیف بود نه نسبت شما میدونن همچنین هم چاپلوسا را میگم که گپ میزنن
مثال شما تشکیل کرده، اگر اینو تشکیل میکردن گوش کنید حکومت رو، اگر اینو تشکیل میکردن من گفته هستم به زبان تاجیکی که من قطعی آدم چرز یک شناسم، من یکم آدمی هستم که اروپا میخزه میرم، نه که این آدما یگان خلکی خودش به زبانش گفته است که من به یگان چه خوش نیستم، ما رهوی نمیکنیم، مرحمت میخوای بزن بره. فهمیده؟ تاکشتو هر خی گپای وای نزنید. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا نگهبانتون باشه. خب ایشون ابتدور فرمایید. ایشون ابتدور صدام نمی رود. چرا میکروفونتون؟ بله. سلام و درود. سلام نیست؟ صدا هست ایشون فرمایید. سلام عرض میکنم حضور همه عزیزان و حضور شما استاد محیدین کبیری. خب من اولا به برادران عزیز ارجمند کشور تاجیکستان، بخصوص به برادران عزیز ارجمند و خواهران مردم شریف بدخشان اظهار تسلیت عرض میکنم بنابر این هجوم ناجوان مردانه و نابخردانه که بالای این مردم کرده را به شهادت رسانیدند. اظهار تسلیت عرض میکنم. خداوند شهدا را رحمت کند و به بازماندگانشان صبر جمیل عطا کند. خب استاد یک چیزی را گفتم بودم، اگر شما امکان باشد همون سیم میکروفونتون اگر یگان تا احتیاج داشته باشید عوض کنید، چون ضعیف شده از خراش میکند اگر باشد. خب اگر نباشد گرم دوام میتید و بعدا یک لحظه ایشون من از یکی از یاوران اومد اون میکروفون که میتونه که لحظه تنفس کنید 1 دقیقه میتونید برنامه رو چکنید چون خیلی دلخراش است صدای همون. تو یک بار ایشون ابتدور چه است صدا الان؟ صدا خوب است؟ مرا میشنوید شما؟ صدا آمده است. از یک لحظه اینم من ببینیم که این چه است. صدا چه شد؟ صدا بهتر است؟ و با فکرم خوبتر شد چی صدا. و بعدا استاد همین مردم به من بسیار زنگ میزنن که امکان نیست که یگان شماره واتساپ بگذارن، چون مردم در کشور روسیه هستن نمیتونن که وارد شود طریق اون برنامه ویدیویی. اگر ایشم امکان باشد بعدا کارگران بگذارن تکنیک، ولی اگر امکانش نباشد خب با دیگه چی، چون جوان مردم زیاد به من زنگ میزنن در برنامه ماراتون چند روز ما شماره واتساپ مون داده بودیم، اگر امکانش باشد نباشد خیر دوام میتید. دیگر دوستان خب طریق همین چی کوشش کنم بدارن طریق وی پی این. خب من چی گفتنی هستم، من همچون یک شهروند این کشور، یک مردمی که در این کشور زاده شدم در تاجیکستان و در ولایت مختار کوهستان بدخشان کار کردم، فعالیت ها کردم. خب 2 سال در اونجا زندگی کردم. من همین را گفتنی هستم که این مردم بهترین مردم هستند، هیچ گناهی ندارند. اون برادری که به نام دروازه برآمد گفت آخر برادران عزیز چهارشنبه در کشور روسیه بود، امردین علاوت شویف اینا را آوردن رمانه زندان کردن. اینا در کدام واقعه های نظامی شرکت کردن؟ وقتی که یک انسان از حقوق خود حمایت میکند، وقتی که به حکومت همین رژیم خانوادگی، به حکومتی که برای اینا هیچ مقدسات وجود ندارد میگد که شما دست بکشید از جبر و ظلم مردم، نخواه که اینا را بیاره 18 سال و 8 سال روانه زندان کنید. اینا کجا اینا تروریست بودن؟ خب امروز گناهگار میکنن که محمد باقر و دیگرها در اونجا هستند، یا که نمیدونم علیم شیرزمان، محیدین کبیر در یک کشورهای چندین هزار کیلومتر از مردم بدخشان دورند و اینا در اونجا
حتی ما نمیتونیم که با یگان خشتبار نزدیکمون تماس تلفنی بگیریم یا که یگان با یگان برادرانمون حتی به نزدیکانمون ما ببینید که هیچ کس دلیوام نمیشود با این از اینجا به اونجا تماس بگیرند. امروز مردم بدخشان از حقوقشون حمایت کرده هستند. برادر دروازی و دیگر برادرانی که در اینجا وارد میشوند معلوم است که شما دروغ میگویید، هیچ مهاجری نیستید. شما هم یک زرخرید نمیدونم یک چاپلوسید. خواهش میکنم در این برنامه ندارید وقتی مردم نگیرید، زیرا که به خدا ده ها نفر صدها نفر به من زنگ میزنن از مردم مهاجر مبارز میگن که ما چخیل کنیم با استاد کبیر تماس بگیریم. خواهش میکنم استاد با اینها وقتی خودتون صرف نکنید. این مردمی که امروز با شما میخوان پاسخ بگیرید، سوال بدین، پاسخشون بگیرن، اونها را قبول کنید. و این مردمی که جمع درایند دیگر نمیدونم دیوانگی میکنن. یک برادر خیلی هم خواهش کرده است امروز برای شهدای بدخشان یک شعر نوشته است. استاد اگر اجازه باشه در یک دقیقه من میخونم و بعدا از برنامه‌تون خب میستم وارد بیرونم نمیشم اگر اجازه باشد، چون این برادر شاعر نوشته است. خب شهیدان زنده اند و یادگارند، چو جان خود سپردند بهر جانان، ز ما رفتند آن نامهربانان، و زودی سوی بالا پر کشیدند، ز شر نامرادی ها رمیدند، ز این دنیا به قلب ریش رفتند، و سوی آشیان خیش رفتند. شهیدان چشم ساران بهارند، و خود جوش میزنند و بیقرارند. بسی در دار دنیا رنج دیدند، که در آستانه عقبا رسیدند. عجب یاران ناتکرار بودند، عجب یاران ناتکرار بودند، فروغ دیده احرار بودند. تو زنجیر غلامی برشکستند، و پشت روزن زندان نشستند. شهیدان راست قول و راست کارند، و جز ذات خدا یار ندارند. خیرتمند زاده اندیشه بودند، دلیران شجاعت پیشه بودند. نکردند سر فرو از بحر دنیا، روان بودند چو امواج دریا. و ما دعوت ز حق آغاز کردند، که چشم ما هم خموشان باز کردند. شهیدان را به خاک تر گذارند، چو طفل بر دامان مادر گذارند. شهیدان لاله‌زارانی بهارند، شهیدان زنده اند و یادگارند. پیرو اقبال. استاد من امروز 19 می است، چند سال قبل سال 2019 در زندان شهری وحدت برادران و دوستان ما را در اونجا مظلومانه به شهادت رساندند. از این هم یاد کنم بخصوص برادر عزیزمون مخدوم عبدالستار در اونجا به شهادت رسانده شد. خب روح شهدا را هم اینجا گرامی می‌داریم، یاد کنیم، یاد اونا هم بخیر باد. و همچنین امروز یکی از شخصیت‌های بزرگ شناخته کشور، چهره شناخته زید سیدوف را بازداشت کرده بودند. ان شاء الله امیدواریم که خداوند اینا را هر چه زودتر باید قدرت خود آزاد بدوید. و استاد این برادر دروازه گفت که فلانی ها را اونجا به قتل رسانده. ببینید این ما در برنامه همین ماراتون حمایت از بدخشان و ما یک نواری رسید که یک انسان که کسل است، بیمار است، یک جوان بدخشانی در قد کوچه میرود، یک بیمار کسل روحی دارد، به قول ما بگیم دیوانه است همون بیچاره، همون به شهادت رسانیدن. اینا چی بگیم؟ همون در کجای عراق گرفته است. چندین کودکان را به شهادت رساندن. حدود کشته شدگان به حد تا جایی که با ما هر لحظه می نویسند مردم، خیلی هم از این گفته‌ها خیلی هم زیاد است که من در اینجا نمیگم چون مردم ناراحت میشوند. حدود کشته شده ها را زیاد میگویم. خب حتی دیگر بعضی ها میگن که در خانه ها درآمده و دزدی و غارت همه کارا را انجام داده. من از اینجا همچون یک انسان، همچون یک شهروند، همچون یک تاجیک مراجعت میکنم، طلب میکنم از مقامات قدرتی تاجیکستان که دست بکشین از جبر ظلم، از حمایت این یک خانواده. شما مردم عزیز، شما عسکران و افسران و اونانی که سربازانی که من میدونم اکثرتون 90% اینا مجبورن به اونجا برده میشوند، شما طرف مردم خود، طرف اینا هم مادرند، اینا هم برای ما و شما برادرند، اینا هم برای ما و شما فرزندند، اینا هم برای ما و شما چخیلی که ما برای نزدیکانمون عزیزیم. اینا که شما به قتل میرسونید اینا هم برای اونا عزیز هستند. شما دست باز دارید از تیرپرانی کردن طرف مردم. شما فرمان اینا را اجرا نکنید. شما مردم خود را به نمیدونم مظلومانه این مردم نکشید، به شهادت نرسونید، زیرا که این روزها خاتمه مییابند. روز میشود که این رژیم رحمان مثل دیگر همون دیکتاتورها از تاجیکستان میروند دفع میشوند و بعد شما با کار کرده توانید که با چشم مردم نگاه کنید. خب بخشید که وقتتون زیاد گفتم استاد و سلام علیکم و رحمت الله. در برنامه‌های آینده تون یگان واتساپ ماندن فراموش نکنید، چون که مردم نمیتونن وارشان اگر امکانش باشد یگان نمره قد کوچگیرم مونید، یک تلفن دستون باشد. سلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهبان. باور باشید بابایشان، خداوند شما را نگهبان باشه و
پروردگار جای همه شهیدای ملت را جنت بگرداند. جای اونا که جنت است، جای همه شهیدا، باز ما را هم از شفاعت اونها به نصیب نگرداند. و یادمون نرود که آمین آمین. نه تنها این شهیدانی که در خاروق، بلکه از طرف افسران و سربازان ما هم متاسفانه در این جنگی، در این فتنه و توطئه‌ای که از طرف مقامات راه اندازی شده است، نفران تلف میشن. اونا هم فرزندان همین ملتند و با استفاده از این فرصت به خانواده همه مردم تاجیک که در این جنگ، در این جنایت ضد بشری که حکومت راه اندازی کرده است، فرزندان خود و نزدیکانشون را از دست میدن، تسلیه بیان میکنیم. و یادمون نرود که دیگر که از شخصیت‌ها، یکی از ستون‌های فرهنگی و معنوی کشور، مخدوم اسماعیل پیر محمد زاده هم از دنیا رفتند و پروردگار جایشان هم جنت کند و با تمام بازماندگانش صبر جمیل تمنا میکنیم از پروردگار. و به شما هم ایشان ابساطور که با مرحوم قرابت و دوستی و خوش‌تواری داشته، به شما هم تسلیت خود را بیان میکنیم. تشکر زیاد. خدا من حافظ شما. خدا نگهدار باشید. خب اینجا ما حتی مهاجر چند وقت دیگر در خدمت دوستان خواهش میکنم خیلی کوتاه برادران عزیز، چون که وقتمون کم است، بسیار میخوان صحبت کنم. یک نفر با نام خدا نگهبان ما بفرمایید خیلی کوتاه در موضوع بدخشان بود. سلام علیکم استاد. علیکم السلام. ان شاء الله خوب هستید؟ الحمدلله سلامت باشید. امیدوارم. الحمدلله ما خوبیم. درباره بدخشان خیلی همون چیزایی که شما میدونیم و همون چیزا رو میتونیم با مردمی که در حکومت کار میکنن اگر اجازت باشه حد ویزشون بتیم. خیلی کوتاه و بفرمایید. بله کوتاه هست استاد مردمی که ای باید در حکومت هستن تا جای ما میتونیم که خدا ترس هم هسته، با انصاف هم هسته، ما نمیگه یا کمن یا خیلی هستن که اشتابی که باید بخیزن، وقتی اون نرسید است که بخیزن از بدخشان یا که از تاجیک خود یا که از برادر خود دفاع کنن. خود که حکومتی ها ایران باید عبیزت کنن، باید شود. چی فکر دارین شما؟ نه من 100% با شما موافق هستم که در بدن حکومت خیلی زیاد انسان‌های وطن دوست، ملت دوست، متدین با تقوا که از این وضعیت نه تنها خوششون نمیاد بلکه نفرت دارن. اما بعضی ها علاج ندارن از ناعلاجی، بعضی دیگر برای خودشون دلیل‌های میتراشن. چون من میشناسم میدونم در تاجیکستان هم بودم اینا رو میگفتم، میگه خب از دست ما دیگر چی میآید؟ اگر من در اینجا کار نکنم یک کسی دیگر به جای من میاد بدتر میشه. برای مثال او فکر میکند که اگر در همین وزارت قدرتی کار نکند یا در همین مشور نکند یا در فران اداره کار نکند، نفری که به جای اون میآید بعد رو از این بدتر خواهد کرد و برای ملت دشوارتر میشه. شاید تا جای حق میگد تا جای، اما یک وقت فرا میرسد که باید همه ملت، همه انسان‌های با وجدان فعالیت خود را در همراهی با این حکومت ظالم قطع کنند. من حالا نمیگم که امروز وقت فرا رسیده است، نه، شاید که کمی دیرتر فرا میرسد، اما اینها آماده باشند، تیار باشند که در پهلوی ملت قرار بگیرند. او افیسر هست، او سرباز هست، او کارمند امنیت هست، پروکورور هست، امام خطیب است، فرق نمیکند، دهقان است، معلم است، دکتر است، و در اون روز ایکس یا روزی که دیگر ممن ایستینا با گفت مردم باید در پهلوی ملت قرار بگیرد. در اون روز در پهلوی ملت قرار نگرفتن دیگر یگان بهانه و دلیل ندارد. اینکه من یک افیسر بودم، من یک دکتر بودم، من یک امام خطیب بودم، از دست من هیچی نمی آمد، اگر این حرف رو نمی گفتم، این بیانیه رو نمی کردم، این کس رو زندانی نمی کردم، یک کسی دیگر همین کار رو میکرد، این دیگر بهانه شده نمیتونه. من با این پیام شما شریکم، ایشان ابساطورم پیشترم همین گفت و همه ملت گفته ایستاده است که برادران، کسانی که در حکومت کار میکنید، در مقامات کار میکنید، شما جزئی از ملت هستید، شما یکی از ما هستید، ما با هم هستیم. فقط یک خانواده، یک گروه کم ما را از هم جدا کرده است، شما را به خدمت گرفته است، همچون وسیله استفاده میبره علیه باقی مانده ملت و ملت فکر میکنه که شما هم جنایتکار هستید و در جنایت شریک هستید. بنابراین آیسته آیسته وقتی ما رسیده است که خودتون را از بدن این حاکمیت دوست و از بدن این گروه کم ولی پرقدرتی که شما قدرت داده ایستادید با اونها
اگر شما قدرت ندهید شما آنها را پدپید صحبت نکنید با گفته روسو، اینا دیگر یک افراد کم هستند که دیگر خودشون از قدرت فرار خواهند کرد. اما همین ترسویی، همین بی‌تفاوتی و همین بهانه‌جویی همه مقامات و منصبداران با آنها قدرت داده و آنها کار کردن که شما رو در مقابل ملت و ملت رو در مقابل شما قرار دادن. منم با شما هم فکرم برادر عزیز. انشالله که استاد اگر یک چیز دیگه ممکن باشه، یک وظیفه دیگه بر ملوهایی که داریم اونا استادای ما او را حرمت احترام میکنیم، اگر اجازت باشه یک کلمه دیگه بر اونا بگم. خیلی استادای عزیز، مولوهای عزیز، علمای عزیز، از شما احترامونه خواهش میکنیم. ما باوری داریم که یا شما گوش میکنید یا که شما این نوا را میبینید، انشاءالله میبینید. از شما احترامونه خواهش میکنیم که در مسئله قضیه بدخشان کم دستی نکنین، صدا بلند کنین، چون که ما از اسلام شما از ما خوبتر میدونین که آدم کشی گفتی گپا جاش معلوم است. در این قضیه گفتی گپا مولوهای عزیز از شما احترامونه، از همه شما پنجشنبه خری را گفتی گپا بس کنین. احترامونه خواهش میکنیم که از این سخنها بی‌طرف نباشین و دستگیری کنین. برادر عزیز شما خیلی با فکرم از این داملاها و از امام خطیبای ما انتظاری و توقع زیاد داره که میگه که در قضیه بدخشان ما انشاءالله شاید خداوند هست، ما را خداوند آفریده است که شاید من نظرم کم فرق میکنه. من همه این ملت رو دعوت میکنم که در پهلوی مردمی بدخشان باشن، درباره بدخشان گپ بزنن و از قضیه بدخشان بگن. اما از ملاها، از داملا یک خواهش دارم، اگر درباره بدخشان هم گپ نزدن من از اونها خفه نیستم، شما خفه نیستید. اونها حداقل در قضیه خودشون گپ بزنن. این جواب دوستان که در قضیه مسجدشون، مدرسهشون، قرآن، در مسئله ریش و حجاب و در مسئله ارزش‌های اسلامی گپ بزنن. اقلا درباره منبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فکر کنن. اونا همین منبر پیامبر رو با یک پروپاگاندا و با یک تبلیغات یک حکومت ظالم تبدیل ندیدن، همین برای ما کافی است. از اونا ما دیگر انتظاری نداریم. حالا شما رفته ایستادید میگه اینا درباره بدخشان گپ زنن، درباره مشکلات گپ زنن، اونا درباره خودشون گپ زنن. این بیچاره‌ها بنده خدا درباره خودشون دیگر جرأت دارن میان از منبر پیامبر اون چیزا رو میخوانن که علیه خودشون هست. و شما هم خیلی خوشبین هستید. بعدش میبرن علیه ما گپ میزنن. حالا بگذار زیدی ما گپ بزنن، ولی اصلا زیدی خودشون گپ نزنن، زیدی منبر خودشون گپ نزنن، زیدی ارزشای خودشون گپ نزنن. شما برادر یک کمتر از اونها توقع انتظاری زیادتر دارید. نه، حالا یک کمتر واقعی بین باشین. خداوند نگهبان تو مشاهده. خدا نگهبان استاد. خدا نگهبان. رحمت الله. برادر کلاه بفرمایید. خیلی کوتاه. سلام علیکم. و علیکم سلام. انشاءالله که خوبی تنجی. سلامت باشه برادر. بفرمایید. سلام با تمام شنوندگان، با تمام مردم مظلوم تاجیکستان. آخه چی گفتن استاد عزیز برادر؟ دیگه مقصد که برای گپ زدن ما نمیشه. مقصد فکری ما یکم عمل انجام دادن با مقابل وطن فروش. مقصد که خیلی وقت شهادت اومده، استاد هم خیلی وقت شهادت اومده. مقصد که الله جای برادرش جنت الفردوس نصیب کنه. 30 سال 40 سال 60 سال میزنن. مقصد در آسیا میان یک خونه لوی را میبردونن، کریشش میان میبرن میرون. نه که به خاطر الله، به خاطر وطن بخیزی به جنگی شهید شهید. الله مهربان در جنت الفردوس یک قصر میتونه که تو را مقصد که راحت میکنی. سلامت باشه برادر عزیز. امیدوارم که بله منم موافقم با شما که دیگر وقتی عمل آمده است. ببینید بعضی برادران میپرسن که آیا با همین میتینگ یا با همین گپ زدن ما نتیجه میگیریم؟ من میگم که با میتینگ و با گپ زدن ما نتیجه گرفتن نمیتونیم. ما با عمل نتیجه گرفتن میتونیم، با مبارزه نتیجه گرفتن. استاد
اونی که گپ زده میتواند گپ زند، اونی که در میدان عمل کرده میتواند باید در میدان باشد و همین است مبارزه. شما یک نفری را که او هنری گپ زدن دارد و توانی گپ زدن دارد و باید گپ زند، او اگر به میدان بفرستید و یک کسی را که اهل میدان هست و او را بیاید در نزد میکروفون، نتیجه نمیگیرد. بنابراین همه باید کار خودش را درست کند. امیدوارم که برادر کلاب شما هم از جمله همون کسانی خواهید بود که از صحبت به گپ به عمل خواهید گذشت و روزهای نزدیک عملهای مشخص هم از نه با در فکر شما ما به الله قسم 100% راضی هستیم، 1000% راضی هستیم. به خاطر الله، به خاطر مقصد مردم مظلوم تاجیکستان ما جانمون فدا میکنیم که مقصد که آینده دیگه همین ظالم برای گم شود. آخه میگیم استاد عزیز، همی میگیم خیلی بعضی برادران میگن که خیلی کلوبیا چی بختونه میخیزین خطون در سر قدرت و واقعی بدبخت همونده. بازی مردم تاجیکستان در کلوب نمونده دیگه. مقصد آدمی که همی کمتر با ایمان بود اجرات کرد رفت. در کلوب بزان دیر چکان هم بانگی همی اوجی کازیول اگر بشنم مرا اوجی میرزا اوجی کازیولش میگن. خواهش میکنم برادر، خواهش میکنم از اینجا از منبر ما تحقیر نکنید به هیچ کس، با خود به شخصانی هم برادرها مقصد که فهمونده سیمتون که بیاین نمید چاریز مقصد داخل نمی خیلی مسئله این بدبخت بینیم چیزی که لازم است مده هسته، چیزی که مده لازم است نمون خیلی هسته. خیلی علای مهربان جوی سلامت باشه برادر کلاب. من خواهش میکنم دیگر هیچ نکنید. عزیز بله من شما خواهد میکنم برای که کمتر تحقیق کردید حرفتون شنیده شد. اما ببینید برادر عزیز، حالا نه در این نیست که در کلاب همه دیگر با گفت شما بزو یرچیکو همین چاپلوس و خائن مانده باشد. نه، کلاب اصلا سرزمینی هست که مردهاش تمام نمی شود. بله من میدونم مثل دیگر منطقه بهترین های کلاب یا کشته شدن یا زندانی شدن یا هجرت کردن یا خاموش هستند مثل دیگر منطقه های تاجیکستان. اما این مردم و این منطقه مردخیز باز مرد تولید میکند، مرد تولد میشود، مرد تربیه میکند. این خیلی نیست برادر. من معلومات دارم، من صحبت دارم با مردم کلاب، با کلابی های وطن دوست و کلابی هایی که احساس مسئولیت میکنند. چی مسئولیت؟ همون طوری که شما گفتید که این اتهام بر دوش مردم کلاب است که همین دزد و غارتگر و جنایتکارها را شما به سر قدرت آوردید. همون مقداری که مردم کلاب گناهکار است یا متهم است به اون که این امامه رحمان را به سر قدرت آوردن، همون مقدار ما هم اپوزیسیون گناهکار هستیم که بعد از اون که شما به سر قدرت آوردید ما قدرت اینا مستحکم‌تر کردیم، یعنی صلح کردیم، گذشت کردیم، عقب نشینی کردیم و همه را به خاطر ملت. شما هم به خاطر ملت، حالا فریب خورده، راست بود دروغ بود، شما باور داشتید که به خاطر ملت مبارزه بوده ایستاده، نه به خاطر رحمان و به خاطر یک خانواده. ما هم باور داشتیم که به خاطر ملت و مردم صلح کرده ایستادیم و عقب نشینی میکنیم و گریه و ناله باور داریم. حالا همه ملت مسئولیت دارد. اکنون برادر کلابی، همه مردم کلاب این را درک کردن و مسئولیت مردم کلاب است که این اشتباه هممون را یک جایه باید اصلاح کنیم و پیش از همه مردم کلاب، پیش از همه مردمی که به این صلح و به اینا باور کردیم، به این مبارزه باور کردیم و اکنون وقتش آمده است. و وقتی که مردم کلاب با ما تماس میگیرن، صحبت میکنن، دقیقاً همین چیز رو میگن. یعنی همین چیزی که من گفتم، میگن ما کلابیا اکنون باید وظیفه‌دار هستیم که خودمون با سر قدرت آوردیم، از سر قدرت باید دور کنیم، حداقل در این مبارزه شریک باشیم تا اینکه این داغ تاریخی از بالای مردم کلاب پاک شود که نگویند که کلاب و کلاب زمین، خطلان زمین در این جنایت ها تا ابد شریک است. سلامت باشه برادر عزیز، کاملا پیام شما رسید. اما بار دیگر خواهش میکنم که دیگر نسبت شخصیت دیگر تحقیر نکنید، با خصوص نسبت روحانیت. خب برادر هموطن بفرمایید. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
خب این برادر هموطن حالا مثل که نیست. سلام علیکم. ما همینجا با ما. بفرمایید. دوام خیلی کوتاه. شنیده میشه؟ صدای من میرود؟ بله خیلی کوتاه بفرمایید. خیلی کوتاه. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. با عرض احترام با اشتراکیان برنامه در نوبت اول تسلیت خود را به تمام مردم تاجیکستان نسبت این فاجعه بیان میکنم. البته این فاجعه ننگین است، باری چندم از نسبت ملت تکرار می شود، ولی به هر حال چند دو نکته را بیان کردنی بودم و دو سوال به شما داشتم با اجازه شما. خیلی کوتاه بفرمایید. اول سوالاتون نبوده، نکته را بعد بیان میکنید. سوالا باشد بفرمایید. یکم سوال همین است که همه ما میدونیم، همه اون که اون نفرانی که حاضر ما رو میشنوند، ما و شما رو میشنوند، اکثریت میدونند که ما میدونیم که اکثریت مردم تاجیک از همین حکومت خودکامه راضی نیستند. اکثریت یک گروه ناچیزی که بالای وظیفه و منصب هستند و یک قوت لایعمود در دست دارند، آنها فقط طرفدار این حکومتند و بالاخره دیگر نه کسی. ولی چرا این ملت چنین راه افتاده و به عمل است؟ همین سوال را شما همچون سیاستمدار، همچون تحلیلگر چه بها میدهید؟ این سوال یکم. سوال دوم این که سوال دوم اجازت می؟ بله زود بفرمایید. بله سوال دوم همین که من گرچه اونقدر آدم با سواد هم نباشم، تا اندازه کم سواد دارم و همین جنای نظامی تشکیل میشدگی و تشکیل شده علاکه همین عباره های عادی به مردم فهمانده نمیشود که جنای نظامی و جنای حربی. من یاد دارم وقتی که در انگلیا، سیورن ایرلندیا شمالی جداهای هم حزب سیاسی داشتم و داشتم بایوای کریلا ایرلندسکی ریسپوبلیکانسکی آرمیا. همین رو به مردم عادی کرده میفهمانده، بهتر با فکر به اندیشه من نقض میشد، بهتر میشد. علامت باشه برادر عزیز. من خیلی کوتاه جواب میگم به سوال شما چون وقت کم است، مردم منتظر هستن. اولش اینکه مردم تاجیک رو افتاده نیست در مقایسه با سالهای قبلی. بله مردم تاجیک مظلوم هست، میان مردم رو شکستن، کم بغل است، در فکر زندگی هست، این در این شک نیست. اما روز به روز روحیه مردم بالا رفته است. 5 سال پیش امام علی رحمان و طرفدارانش بیشتر بودن در تاجیکستان. 3 سال پیش باز کمتر شدن ولی بازم قوی‌تر بودن. امروز تقریبا یک افراد کم مونده است که از این خانواده حمایت میکنند و اونا هم دیگر از ناعلاجی شاید راه عقب‌گردی ندارن. آهسته آهسته خیلی از مردم از اونا دور شده ایستادن و صف مبارزین زیاد شده ایستاده است. بنابر همین من راضی نیستم که مردم راه افتاده است. مردم در جستجوی راهی حل و راه مبارزه است و این مسئله از راه افتادگی فرق میکنه. امروز بله وقتی که در بدخشان این جنایت رخ میدهد، مردم رو میپرونن، یک مقدار مردم تحت تاثیر قرار میگیرد که خب این حکومت میکشته است، این حکومت یعنی حکومت نیست که از روی قانون رفتار کنه. اما بدونید که هر یک جنایتی به همه چیز قادر است بله، ولی هر یک جنایتی که کرده می شود این بالای مردم تاثیر میکند. بعد یک مدت کوتاه میبینید که بعد یک شهید امروزه 100,000 نفر در صحنه و میدان خواهند آمد. در این شک نکنید برادر عزیز. بنابراین در این باره شک ندارم. اما سوال دوم شما ببینید، این در کشورهای متمدن هست که مثلا یک بخش نظامی رو بایوای کریلا یا که وین کریلا یک سازمان رو از بخش سیاسیش جدا میکنند و همه رو یکسان تروریست و اکستریمیست نمیشناسند. این در جهان متمدن در اونجایی که قانون هست میگن که در مردم ما ضرب المثل است، بز رو از پای خودش از پای خودش تصادم میآویزانند. یعنی هر کس موافق عملش باید.
در کشورهای پاسدارشوروی، در کشورهای دیکتاتوری بوز و گاو و گوسفند و بزغاله و خرگوش رو هم از یک پا میآویزانند. همه برای تروریسم. شما سلاح دارید ندارید، شما یک پیرزن را، یک مثلا مردمی بدخشان، مردمی همه جا رو تروریست اعلام میکنند. بنابر همین من حالا چی فهمونم در اینجا شهر بگم که مثلا اگر در تاجیکستان بخش یا جناح نظامی اپوزیسیون شکل گرفت، باید حکومت یا کسانی که میخواهند با اونو سر کار بگیرن با همون مستقیما گپ زنن. اینا به یگان نیروی سیاسی ندارد، اما برای این حکومت دیکتاتوری اصلا فهموندن چون اینا حتی منفیدار نیستن که بشن. برای من در این باره صرف نمیکنم، باید در عمل نشون بدیم که اپوزیسیون تاجیک در عموم تروریست نیست و حتی اونهایی هم که سلاح گرفتن اینا از مجبوری از ناچاری سلاح گرفتن و دیگر. سلامت باش برادر عزیز، خدا نگهدار. خب من یک نظری که من سوال کردنی بودم، شما علاقه گفتید این حکومت علاقه مراجعت من به مردم بدخشان است که این حکومت شما تروریست نه، این حکومت کدام را که خواهد که کسی که نسبت او یک سخن ناجا یا که مقابل یا برای حقیقت سخن عرض نماید او البته تروریست است و دیگر کس نیست برای این حکومت. همسایه اش را اینها اگر مقابل سخن گوید تروریست اعلام میکنند. بنابراین از مردم بدخشان خواهش میکنم که این را درست درک کنند که برای این حکومت خودکامه تمام مردم تاجیکستان تروریست است. کسی که نسبت آنها از سیاست آنها راضی نیست، آنها برای آنها تروریست است. فقط همین را عرض کردن بودم. باقی سلامت باشید. خدا نگهبانتون، سلامت باشید. خب برادر یک نفر با نام پمیر، برادر یا خواهر بفرمایید. چون برادران پامیر باید که بیشتر گپ زنند. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. خب برادر کبیر، من نمیدونم شما را حقارت کنم یا شما را چی کنم، تعریف کنم. اینجا جای حقارت نیست. چی طرفداری ما باشه چی مخالف، تنقید کن، نظرت را بگو، ولی حقارت برای چی؟ نه من را همین خیلی اومد گپ میگن، در اومد گپ گفتم. اینا ما شما ده یا آدم همینجا سوال داد که برای ما کلیدار برای ما خیلی تو گفتی که ما برای شما چی نمیکنیم، مرا میتوند از خودش کند. بعد اگر شما برای مردم یگان چی نمیکنید، برای چی شما مردم با مبارزه تکلیف میکنید؟ من برای شما منبر داده ایستادم که شما گپ زنید. الان همین کاری من منبر دادم برای خودم. شما طرفدار آن هستید که من خریدار بکشم، شما آماده هستید برای نه گپ نیست. یاد چی است؟ و من گفته ایستادم که من خریدار نمیکشم. کسی مبارزه میکند رفتم مبارزه‌اش کردم گیرم. وظیفه من یک نیروی سیاسی مسئله را شرح دادن، به جامعه جهانی فهموندن و به مثل خودت حالا طرفدار هستی مخالف هستی من کار ندارم، منبر دادن که بیای صحبتت رو کنی. اگر طرفدار مردم پامیر و بدخشان هستی نظرت رو بگو، اگر مخالف هستی نظرت رو بگو بدون حقارت. نه حقارت گپ در حقارت نیست. من کنشن 100% طرف مردم بدخشان. تو میدونی در یک روشن مای در 1000 خوجگی دارد 30 نفر کشتگی، زیاد از 50 نفر رانن در بلنیسه خوبه. تو میدونی چه ازدواج کردگی مادرمون در گریه و در بیچاره و در غریبی. یک مادر بیچاره که کودک خود در پیش بابای ببی مونده رفت روسیه کار کرده که او را با وایه برساند، او را از 18 ساله کلون کرد، امروز اومدن او را کشتن. تو میدون این چقدر مشکل است برای ما. ببین برادر، اگر من نمیدونستم اینجا افیر نمیکردم، دوباره گپ نمیزدم. من همین رو میدونم، همین رو شنیدم و به همین خاطر گپ زده شدم که مردم باید در پهلوی مردم بدخشان باشد، ملت باشد. حالا این فرصت ببینید در اینجا چندین نفرها برآمده گپ زدن، یکی از کلاب، یکی درواز، یکی از جای دیگر. خیلی خوب، اکنون یک برادری بدخشی پامیری نوبت گرفته است و خدا را شکر که در آخر مرحمت همون چیزی که خودت میدونی گپ زن، مرا تنقید کن. برای مثال اگر فکر میکنی که من ناکافی کار کرده ایستادم، مرحمت بدون تحقیر تنقید کن، نظرت را بگو. میدان از شما بفرمایید. میدونی این همه روز تلویزیون بدخشان دامو دزدو جمعیف و همو دیگه برآمد کردن، میگن که همو آدمایی که شما رو بله کردن اما گریختن امروز نیستن. همه خندگی میکنی این همو مانند میشود برای که یگان طرفدار ما نیست.
یگان کس نه شما ببینید میگفتن او اما بعد مایل ما اگر به شما قدر نداریم اما مردم تاجیک که شما با مبارزه میبرید تو بعد با امو بیچاره را با امی خیلی 30 آدم و 1000 آدم بکشند و میگه که ما فقط از همینجا تکلیف میکنیم یگان چیز دیگه نمیکنیم این هم تخری نمیآید اگر همه اپوزیسیون کیرلا باشند اگر تو با اودا گرفتی یک آدم اگر با اودا گرفتید کار آدم که با یگان کار دعوت کردید او را با تو آخر فکرش کردن در کار و او یاردم کردن در کار کسی که رفتنه پیسه بتید یگان بیچاره پیسه دارن در کار یگان شما اپوزیسیون هستید اما جوان شما را میشناسد من میدونم که یگان شما تروریست نیستید آدمای خوب هستید آدمای باسواد هستید التماس کمک فکر مردم بکنید این خیلی نمیشود فقط از منبر ما برای شما منبر میکنید از منبر برای گپ زنید این توری نیست برادر کبیری. خب برادر عزیز ببینید اون گپایی که در تلویزیون بدخشان گفتن حالا جمعه از کسی هست حالا من میدونم یعنی بدخشانی که منصب دارن وظیفه دارن میان با مردم بدخشان میگن حالا یک لحظه خاموش بید میگوین که کجا شدن همونه که از شما طرفداری کردن امروز شما که در میدان هستید شهید میتید اونا در کجا هستن گریختند و خارج رفتن دقیقاً همین گپ رو با اعضای نهضت میگن با اعضای پیمین و زندانیای ما میگن که در کجا است کبیری در کجا است شانعین در کجا است فلان و دیگرها که شما در زندان نشسته زن و بچه شما در اسارت ما آنها را عذاب میدیم ولی آنها در اروپا نشستن این حیله و نیرنگ و این اسلوب تبلیغات روانی و فشار روانی بالای طرفدارای ما هست بالای مردم بدخشان است این ادامه خواهد داشت شما از این ناراحت نشید شما از این عصبی نشید این یک دویم این است که وقتی که مردم بدخشان خودشان اگر شما بدخشانی باشید و طرفدار مردم باشید مگر من یا علیم یا یگان کسی دیگر از بیرون گفتیم که شما برید میتینگ کنید یا اینکه تظاهرات کنید نه شما خودتون برای حقیقت برای عدالت خستید ما گفتیم که طرفدار شما هستیم از شما پشتیبانی میکنیم برای اینکه شما طرفدار حقیقت هستید شما مظلوم هستید این نه که شما خستید و تظاهرات کردید امروز حکومت لشکر میکشد بعد اگر یک بدخشانی حکومتی آمد گفت که خب کجا است کبیری کجا است علیم شهرزمان یا دیگران شما بیاد حرف همون رو تکرار کنید شما بگید که کبیری علیم شهرزمان دیگران همون کار کرده ایستادن که از دستشون می آید اما مبارزه برای منفیت و برای کرامت مردم بدخشان وظیفه همه بدخشانی است همه مردم هست هر کس باید کار خودش انجام بده شما اگر فکر میکنید که برای مثال اپوزیسیون توجیه که با گفت شما نشناسد و گپش تاثیر دارد مشخصا بگید که ما چیکار کنیم ما مبلغ در حالا اگر من در همینجا بیام اعلام کنم که ما مبلغ کمک کردیم یا میکنیم یا یگان چیز برای این بر ضرر کار شما میشه اگر حالا خود حکومت منتظر هستی ما در همینجا بگیم که ما نیرو میفرستیم ما پول میفرستیم ما سلاح میفرستیم و دیگر چیز همین استفاده میکنند برای تروریست اعلام کردن مردمی که در بدخشان هست برای همین این چیزا ولی معنی نداره من خوبم من درک میکنم لیکن مقصد من همین است که باید فکر مردم کردن در کار فکر مردم پوبلیش نزاوله نه ما پوبلیش نمیگیم ما باید انانیم نباشد یگان کلیدار ما باید یگان چی باشه این من رفتنی و من جان میگم براو من مردم ما نیست نابود شد گنوسید کردن ما را من نمیدونم چی بود این همه مادرها را ببین گریه کرده استن ما ایره ما یگان بار برای خودمون نمیبخشیم ما شما را عیبدار نمیکنیم برای که ما برای شما یگان چی کردگی نیستیم من در عموم گپ میگم که اونا امو دزدایی که امو جمعه امو مزانبات امو گنرالش امو گپ میزنن او در یک آدم ساده که نگاه میکند او میگه ای اگر نه چی دارد اگر نسام دل او یگان حق ندارد او یگان راستی از پشتش نیست لیکن یک فکر کن یا آدم ساده که امور نگاه میکند با کدام خلاصه میآید بله 100% من با شما موافقم اینا ببینید ما شما دیگر رو درک میکنیم برای که این مسئله که گفتید کاملا واضح روشن است بله اونا این فشار روانی رو خواهند کرد اما ما که انسان‌های عاقل هستیم انسان‌های احساساتی نیستیم ما نمیشه که همه چیز رو در اینجا گفت و حالا اولش که باز تکرار میکنم پیمان ملی تاجیکستان
دست به هیچ کاری نمیزند، نیروی نظامی ندارد، نفر نمیفرستد، اما اون کسی که رفتنی است و مبارزه بردنی است خودش راهش رو پیدا میکند و شرط نیست که ما در همین جا بگیم که باید چیکار باید کند، یا شرط نیست ما در اینجا اعلام کنیم که آیا کمک مالی میکنیم یا نمیکنیم. بنابراین برادر عزیز، من شما رو کاملا درک میکنم و شما مثل که آدمی هم خوب فهمیده هستید، اما چون مردمتون، مردم خارق، مردم من شما رو کاملا درک میکنم. بله اگر یکم گپ گنده گفتم ببخشید که مگه که احساسی هستم برای همین خدا من شما من میرم برای همین من کاملا درک کردم که شما از روی عصبانیت و از روی درد و از روی غم این گپ را گفته اید، نه اینکه اون دشمنی. اوز برادر در پروگرام 24 پرامو افیر رفته یک مادر همونجا در اومده گپ زد به خدا اشکا من رفتیست، من نمیتونم او بیچاره گریه کهسته که اگر میشنیدی او را خودت هم به خدا دلت میسوزد، اصلا دلم میسوزد. برادری بدخشی، وقتی که من علیم را میبینم با علیم گپ میزنن، علیم وقتی که برای هر یک شهید بدخشانی گریه میکند و اصلا دیگر خواب و خوراک از دست داده، برای من کافی است. برای من دیگر لازم نیست که یک مادر رو بشنوم، خودت رو بشنوم یا کسی دیگر رو. و من همین بدخشانی که در اطرافم هستند، علیم و موجوده و نعمت و دیگرها، کافی هستند که درد اینها رو ببینم، سوختن اینها رو برای بدخشان، همین کافی است دیگر. شما رو شنیدم کافی است. من ببینید شرط نیست که ما اول بیایم خودمون در پوست خودمون بسنجیم بعد درک کنیم که در بدخشان چی میگذره. یعنی ما این رو الکی درک کرده ایستادیم و برای همین این افیر شده ایستاده. تشکر زیاد برادر، واقعا هم صحبت خوب کرده، من از شما ناراحت نیستم. داکنیم یک جا که هر چیز زودتر بالای مردم بدخشان یک صلح و آرامش بیاید و ما و شما درباره دیگر موضوع صحبت کنیم، نه درباره سلاح و درباره مبارزه. من خدا میبخشید اگر یگان چی شد، من یگان چی نمیخواستم شما رو یگان زده. با یک گپ گفتنی بودم که یگان نه علیم شیرزمان نشو برای مردم پامیر در کار نیست که یگان کس او را چی کند، دعوت کند، برای که مردم پامیر حق از چی خودش اره که آدم او فرق ندارد او اونورسیته تمام کردگه یا نه، او خودش حق از چی میداند. بعد همین کارایی که بر سر ما کردن، ما در عمر خودی را نمیبخشیم، در عمر ما کسی که تو پکلین 100 پکلین ما بیاد ما می کار نمی بخشیم. جمله اساسی رو همین در آخر گفتی برادر که برای مردم بدخشان کبیری و علیم و دیگران لازم نیست که اینها بیان دعوت کنن، مردم برای حق خودش مبارزه برده ایستادن. برای مردم پامیر نیست مهم که یک لیدر باشد. اگر محمد باقر از بین برند با می برای دادن، با می شود دادن، او فرق ندارد. ببینید حتما خون شهید یک قاعده دارد که با شهیدان نو را با وجود میارد. امام نظر شهید کردن مگر مردم بدخشان از مبارزه دست کشید؟ علی آشا شهید کردن مگر مبارزه دست کشید؟ مجنون شهید کردن مگر مردم مبارزه دست کشید؟ باقر عمرش رو دیده است، آبرو دارد، اگر سربلندانه شهید شد تبدیل به یک قهرمان مردم بدخشان و تاجیکستان می شود. همه قهرمان هستند، همین برادرایی که شهید شدن ما برای همه یگان بار یا را فراموش نمیکنیم. برای ما دیگه در پناه الله باشید. ما اما وقت طرفدار هستیم. من باور دارم که جمعه فست یا اون میرزا نبات فست مردم بدخشان را میشنوند که در خاطره مردم بدخشان در آینده باقی میموند. آیا باقی میموند یا اینها مردم بدخشان خودش حل میکنند؟ اجازه دید یک گپ دیگه برای ما بگم. اما از امروز روز در تلویزیون بدخشان برآمد کردن، گفتن که ما نمیخوایم مردم رنگ روشن که شد خورق نشود بیاید چیرا کنید. اگر شما نمیخواید که مردم بدخشان بکشن، اگر شما مردم بدخشان دوست می‌دارید، بروید از وظیفه. این همین میشود بهترین خدمت شما برای مردم بدخشان. عریضه بنویسید بروید از وظیفه، نمانید که مردم بکشند، مردم نکشند، بروید از وظیفه. التماس تو میکنم با والله قسم به ارواح پدر و مادرتون قسم، وظیفتون بمانید بروید التماس. این همین میشود بهترین خدمت به مردم بدخشان. تمام مردم بدخشان راه خودش میکشوند. مردم بدخشان خونوشکن نیست، اما کار خودش میکنند. فقط یک اگر یا میگن که ما نمیخوایم، این همین کار کنید تمام دیگه اما تنج میشود. در پناه الله باشید.
سلامت باشید برادر بدخشی. من امیدوارم که این حرفای شما را منصبداران و تمام مقامات بدخشانی شنیدن، میشنوند و باید بشنوند. اگر اونا کمترین ننگ و ناموس دارند یا از منصبایشان بیروند یا بیروند در نزد همون عسکرها بیستند و همین دعوتی را که از مردم کارو کرده ایستادن که مثل روش نشوه بیروند از رحمان کنند، بگن که بس نپران، این مردمی من است، این ملت من است، همسایه من است، کشتن بس. من برای این وظیفه رو نگرفتم که قتل و کشتار مردم خودم رو تماشا کنم و سفید کنم. برای این وظیفه رو گرفتم که با مردمم خدمت کنم. این همین جواب اگر داشته باشد باید این کار رو بکنم. اگر نداشته باشد میدونم که در زباله تاریخ خواهند رفت. آخر این معنا امو دارد که برای امو آدم امو کرسلشون مهمتر است برای چه مردم. برای اون مردم یگان قدر ندارد. او بردروغ از تلویزیون میبرن میگن که ما نمیخوایم مردم بکشد. اگر نخواهی برو از وظیفت، تو چه قپیدگی کرسلت؟ برو از وظیفه، برو دوشنبه یگان وظیفت میتنته، برو برای یگان کس کونلیسی کن. بمونیم مردم بیچاره را ما خود به خود در یک کوه زندگی میکنیم. ما بیچاره زندگی خوب ندیدگیم، شما با میوید به سر ما همین قضا ظلم و چی میورید. سلامت باشه برادر عزیز. ببینید من یک جمله رو در این موضوع میگم و بعد دیگه برادر میگذارم. من پیشتر فکر میکردم که همه قوم ملت ها دروغگو، چاپلوس و خوشامدگو، ترسو دارند غیر از دو قوم، دو مردم، چچن و بدخشانی. یک باور داشتم چون بدخشانیایی که میشناختم در خدمت عسکری، دانشجویی، در زندگیم یا چچنایی که میدونستم، فکر میکردم که از همه مردم و ملت چاپلوس و دروغگو، ترسو، خوشامدگو، تملق‌کار و منصب دوست میبرد، از همون دو گروه نمیبرد. اما امروز میفهمم که اشتباه کردم. متاسفانه در بدخشانی هم چاپلوس و منصب دوست و خوشامدگو و ترسو بوده است، پیدا میشده است و زندگی مجبور میکرده است. در چچن هم وقتی که من بعضی چچنی رو بعضی رو یک ملت جسور که واقعا هم یک ملت خرد است ولی مثل شیر می جنگد و طول عصرها مبارزه برده است برای بودنش، امروز بعضیش رو به چی تبدیل دادن؟ به یک تملق‌کار و خوشامدگو و همچنین بعضی برادران بدخشانی و بعضی منطقه‌های دیگر رو من راستی همیشه باور داشتم که بدخشانی، مسچوهی و بعضی از کلابی اینا ندارن. دیگرها شاید خب یک کم بیش داریم با در مجموع، ولی امروز میبینم که زندگی همون مثل که یعنی شعر و روباه میکنه به گفت مولوی، یعنی به این درجه رسوندن. حالا در این نفر این برادر بدخشان رو شنیدم و واقعا دردناک است از برادران و خواهران بدخشانی که فخر میکنن و در همین گونه هستند. افسوس میخورم که از شما هم متاسفانه همین گونه افراد رو این حکومت ظالم و دروغگو تربیت کرد، ساخت، با وجود آورد که آبروی مردم بدخشان رو ریزانده است. دوستان گرامی، ما تقریبا نزدیک 2 ساعت یا زیادتر صحبت کرده هستیم. در خط نزدیک 3000 آدم هست و من حالا اگر برادران استودیوی ورشاو ما رو شنیده ایستاده باشند، بخصوص برادرانی که مصاحبه ما رو، اینترویو ما رو با خارجی هماهنگ کردن، بعد 10 دقیقه باید شروع شود. اگر میتوانید به تاخیر اندازید چون مردم حرف گفتن دارن. چند برادران بدخشانی در اینجا در خط هستند. نیم ساعت دیگر مصاحبه ما رو با خارجی ها در موضوع بدخشان است و تاخیر اندازید من صحبت با مردم رو دوام دیم. اگر نه به من پیام بفرستید که اون خارجی ها نمیتونن تمدید کرده تغییر داده، دیگر من مجبور میشم که با مردم خداحافظی کنم و با هر چیز زودتر در دوام هفته صحبت خواهم کرد. خیلی انتظار میشم که زودتر برادران مسئول یک پیام به من روان کنند. شما در استودیو باشید نگاه کنید، بفرستن اگر SMS به من پیام روان کن که اشاره کن که نیم ساعت تاخیر شد مصاحبه من. خب برادر حسین‌الدین خیلی کوتاه اگر از بدخشان باشد خیلی کوتاه بفرمایید، اگر نه نوبت رو دیگران بفرمایید. خب این برادر حسین‌الدین که پیشتر بود، بله بدخشانی نیست، بفرمایید. خیلی کوتاه برادر بفرمایید.
برادر حسین‌الدین در خط هستید شما. اگر امکان ندارد قطع شما رو و صدای من میاد؟ صدای من؟ بله الان هست، بفرمایید. خب اینترنت من خیلی ضعیف است، شما خیلی چسبیده هستید. خب من چی گفتم؟ واقعا برای یک ملت، یک دولت چنین حالت یک شرمندگی است که بالای ملت خود یورش کنی و هجوم کنی و قتل برسانی. و من چی گفتم در اینجا بعضا مردم گناهکار میکنن گروه مخالفا را یا که مبارزا را، این به گروه مخالفان این بالاتر رخ میدن. وقتی ظلم زیاد شد مردم صدا بلند میکنه و آدم ظلمکار با ظلمش از یاد میکنه، قتل کشتار میکنه. و او حکومتی که مثال اعلان میکنه که کسی به مانند علیم شیرزمان و به مردم به اعتراض دعوت کرد، این حق ما هست، ما همه چیزا میخواهیم. و یک چیز دیگه در موردی که جناح نظامی تشکیل میشود، جناح نظامی ما در خدمت همون کشور، قواهای مسلح ما، امنیت ما، وزارت کارهای داخلی ما، همین جناح نظامی ما همیه دیگه. به یکم طرف مردم فکر نکنه، یکم کلیدار نیست. فقط ما باید گفت و شنید کنیم با مردم خودمون که همون گروه مخالفای ما باید چیکار کنن، آماده باشن برای یک دیگرگونی، برای یک تغییر دادن همین رژیم. باقی در امان الله باشین. خب دیگه وقت من نمیگیرم. سلامت باشید برادر عزیز. واقعا درست گفتید. اینجا در چت برادر گلایف نوشته است که ما را کنم نیستم. من چند مرتبه خواستم ایشان هم صحبت کنم. برادر مهاجر بفرمایید. Ассаламу алейкум, Устод Мухиддин Кавири. Я буду, с вашим позволением, разговаривать на русском в цели своей безопасности. И я буду очень кратко. И у меня, я не знаю, этот вопрос или предложение, или не знаю, как вы сможете, так примите. Я бы хотел вас попросить, как лидер вот ПМТ, да, показать народу путь, что народу сделать. Допустим, так как вы где-то здесь, вы говорите, что вы не можете открыть, допустим, людям, да, чтобы уехали. Ладно, люди сами поедут. Вот мы сами поедем, как бы. А дальше-то нам что сделать, с чего начинать? Вот это все вам надо, не знаю, вы или Мухаммад Игбол, быть постоянно вот на связи, чтобы через вас люди собирались на одном месте. А дальше не знаю, вот как что сказать. Моя просьба, чтобы вы показали народу. У вас же должна быть, так как вы много раз даже я сам слышал, что у вас есть своя программа. Вот пора уже начинать программу, пора уже вот действовать. С чего начинать? Вот все этого попрошу вас очень, чтобы вот управлять, либо, не знаю, подсказать народу, с чего мы начинали бы. Спасибо огромное, не буду больше вас как бы задерживать. سلامت باشه برادر عزیز. خوب کرده که با زبان روسی گفتید، هم برای خب زمانه همین خیلی است برای احتیاط. ببینید دوستی عزیز، من شما رو کاملا درک میکنم و بله وظیفه رهبریت یا اپوزیسیون این است که به مردم راه رو نشان بدیم، راه رو بفرماییم. ما برنامه سیاسی پیمان ملی رو قبول کردیم، در آن درباره آن که آینده تاجیکستان چگونه می شود، تاجیکستان آینده چگونه باشد از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه چیز واضح و روشن نوشته شده است. اما الان سوال این است، حالا ما و شما باید در این باره فکر کنیم که برای تغییر حاکمیت چی باید کرد. یعنی اون برنامه ما بعد از تغییر حاکمیت که پیمان ملی چی کار میکنه. حالا ما باید حاکمیت رو تغییر کنیم. این گروه دزد و غارتگر و دیکتاتوری رو باید از سر قدرت دور کرد تا اینکه اون برنامه رو ما بتونیم عملی کردن. در این مسئله یک تنها پیمان ملی تاجیکستان یا یک گروه نمیتواند به تنهایی تصمیم بگیرد. باید ملت تصمیم بگیرد. مردم بدخشان امروز برای رسیدن به حق خود قیام کرده است، خست است. آیا ملت در پهلوی بدخشانی ها قرار میگیرد یا نه؟
اگر ملت کلابی، زرافشانی، سغدی، حصاری، دوشنبگی، ختلانی همه اگر در پهلوی مردم بدخشان قرار گرفتیم، این الکی پیام مسیج بسیار قوی هست که اکنون ملت بیدار شده ایستاده است. ما امروز برادر عزیز نشانه های بیداری ملت رو میبینیم، اما برای اینکه یک اپوزیسیون ما بیایم با کمال قاطعیت و باوری بگیم که مردم شما فلان روز در فلان جا جمع شوید و کار آغاز میکنیم، من فکر میکنم که حال هم یک کمی، بسیار نه یک کمی بروقتر است و ما باید با مردم این صحبت ها، این کار را بیشتر ادامه بدهیم، چون این کارها شروع شده است با مردم داخل، با منطقه ها، با مردم کلا، با مردم تمام قشرها داخل حاکمیت، چون که همگان در کرده ایستادن به این نتیجه رسیدن. حتی کسانی هم که مخالف ما هستند میگن که بله ما شما را از لحاظ فکری چندان قبول نداریم، اما به این نتیجه رسیدیم که اینها بدترند. شما هر خیلی نباشد یک انصاف، یک وجدان، حداقل یک برنامه مشخصی داره. اینا غیر از دزدی و غیر از همین چپاول و غیر از غارت کردن مردم و فرستادن پولها به خارج و زندانی کردن مردم دیگه اگه برنامه ندارن، فقط خانواده و بایگری جمع کردن. مردم وایسا به هم نزدیک شده ایستاده. بنابراین همین من حالا نمیگویم که ما برنامه تغییر حاکمیت هم نداریم، اما وقت و ساعتش که رسید انشالله باوری دارم که وقتی ما اعلام کردیم مثل شما در پهلوی ما قرار خواهد گرفت. اما الان برای اعلان اون اقدام های مشخص برادر عزیز یک کمی بروقتر است. خدا نگهبانتون باشه. خب برادر محمد تقایف بفرمایید. بعد یک نفر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منتظر باشد کمی. و علیکم السلام بفرمایید. استاد خوبه سازید چه حال داره؟ تشکر سلامت باشید. من پیشکی اول میخواهم که مردم شریف بدخشان همدردی بیان کنم. 21 نفر به شهادت رسیدن. بعد همون نواری بزمک و نمیدونم شما دیدید ندیدید، نه پیدا شده است. نه هنوز ندیدم من. و با مردم بدخشان دلش فریب کردن و با اگراژت دارد استاد که این خودتان سپارین گفته بالای این قدر مردم قتل کردن. و همین خاطر من احترامانه خواهش میکنم مردم بدخشان بگه دیگه فریب این نامردای تاجیک کشه نخورن. همه قدر گپ داشتم استاد، در امان الله. سلامت باشه برادر عزیز، خدا نگهبانت باشد. حالا با شما خداحافظی میکنیم. یک نفر خیلی وقت شد با نام مجاهد، بفرمایید. السلام علیکم استاد. علیکم السلام. امیدواریم سوالتون خوب نکنه. سلامت باشه برادر، بفرمایید. برادر یک سوال داشتم. همین شما باوری دارید که با میتینگ حل میشه این کارو؟ نه من باور ندارم که با میتینگ حل بشه. من باور دارم که با مبارزه حل بشه. خب من هم مبارزه شکل‌ها ببینید، مبارزه شکل‌ها و نمودهای گوناگون دارد. صحبت است، نوشتن است، میتینگ هست، مبارزه میدانی هست، مبارزه دفاع از میتینگچی‌ها و از تظاهرگران است. یعنی شکل‌های گوناگون دارد. وقتی که هر کس شکل مبارزه را برای خود انتخاب کرد، معین کرد و در پهلوی برادر روزنامه‌نگار، در پهلوی مردم میدانشین ایستاد، مردم مجاهد یا مبارز یا هر کسی که میخواهد در میدان باشه در پهلوی مردم تظاهر کننده یا میتینگچی ایستاد. مردم میتینگچی در پهلو یا که حرف شنیده از اکسپرت‌ها و از کارشناسان از تجربه دارها کرد، این میشود مبارزه، اون وقت نتیجه به دست میاد. اما کسی باید که تنها با میتینگ میشود یا تنها با یوتیوب کردن من یا تنها در کوه طلا گرفته گشتن، نه برادر، با این تنها نمیشه. تمام برادر. اکنون ببینید که حاضر در بدخشان کمتر همین گروه ها میتینگ داشتن، درست؟ بله. ببینید که آنها وابشه چی همین در با همون میتینگشون وابشه چی گویم اکنون کارشون بود نشده است. خب من با این گپا چی گفتم که با میتینگ حل نمیشود. این یک
باید اکنون در وقت همین که همین مردم خواستند و میتینگ کردن در همون پایتخت، وقتی که همین ظالما به ما جواب میدن با همین هر سلاح و با همین میکشن ما رو، ما هم به اونها جواب میتیم یا نه؟ برادر عزیز، من برای همین گفته ایستادم که مبارزه شکل‌های گوناگون دارد. اون نفری که میخواهد و باید میتینگ کند، اون میتینگ میکند در اساس قانون مسالمت آمیز. اون نفری که فکر میکند وظیفه‌اش که حمایت از میتینگچی است، در صورتی که حکومت قانونشکنی کرد، مثل که الان کرده است، بالای مردم به سلاح و تظاهر کننده سلاح کشید، او باید وظیفه خود را انجام بده. او باید از مردم دفاع کند. اجازه ندهد که یک حکومت دیکتاتوری و خودکامه جسارت پیدا کند که بیاید هر وقتی که خواهد، چه خیلی که خواهد، بالای مردم به سلاح لشکر بکشد، بکشد، غارت کند. وقتی که هر کس وظیفه خودش را در پیش وجدانش، ایمانش معین کرد، دیگر اون نیاز نه به کبیری و نه نیاز به یک دستور و فرمان دارد، ولی وظیفه خودش را انجام می‌دهد. فهمیدم. برادر اکنون شما نقشه دارین؟ ها بله راضی هستم برادر، بسیار جواب خوب داده من. اکنون همین سال 2022 نقشه دارد که همین انقلاب میشه یا که با سالهای دیگر انتظار کنیم؟ یگان کس نقشه انقلاب را نمیکشد و روز و تاریخ انقلاب را تعیین کردن نمیتواند. این یک کاری بی‌معنی است. اما من فکر میکنم که نه تنها همین سال، هر روز دیر شده ایستاده است. هر روزی که همین حکومت در سر قدرت است، همین گروه در سر قدرت است، تاجیکستان ضرر اقتصادیش زیاد شده ایستاده است، ضرر انسانیش زیاد شده ایستاده است، مهاجرا بیشتر عذاب میکشند. ما هر روز وابستگی ملت و دولتمون زیاد شده ایستاده است. هر روز یک ذره از استقلالیت دولتی و ملی ما کم میشه. برای من چیکار کنیم استاد؟ شده ایستاده است. اما یک میوه ناپخته را چیدن، یعنی اون میوه خام را شما خوردن نمیتونید، چون وقتی خام است. من فکر میکنم که این میوه نباید خام چیده شود و نباید از هر زیاد بپزد که بپوسد، اگر خوردن نشود. یک میوه اگر از زیاد پخت، اونم برای خوردن دیگر خوب نیست. بنابراین همین من نظرم این است که میوه قریب به پختن نزدیک رسیده است و این را هم باز میگویم که خود همین حکومت جمهوری تاجیکستان این را انقلاب را پسندیده ایستاده است. نه کبیری، نه پیمان، نه علیم شیرزمانوف، نه مردم بدخشان. امام علی رحمان روز به روز، ساعت به ساعت انقلاب مردم تاجیک، قیام مردم تاجیک، خواستن مردم تاجیک را سرعتش را تیزتر کرده است. این نظری من است برادر در این مسئله. فهمم برادر، لیکن من مثال میخواستم که همین سال استعفا شد همین ظالم. این از ما و شما وابسته است. اگر ما و شما از همین روز شروع کرده کار را جدی‌تر بگیریم، فعال استاد هر یک نفر برادر مجاهد، هر یک نفر شما از همین روز عبارت 10 نفر رو در پهلوی خودتون تیار کنید. 10 نفری که برای مبارزه در تمام سمت‌ها تیار باشند. اون 10 نفر دیگر رو تیار کنند. میدونید ملت وقتی که تیار شد، خودش دیگر معلوم است، در پیش چشم ما با گفت روستا کارتین اوجه یاسنا معلوم است که دیگر تشده، فقط مانده است که مردم دیگه که بسم الله دیگر شروع کن. برای از همین رو شروع کنیم، وگرنه با این گپ زدن ما و با تحلیل و با اینکه چند روز مونده است، چند ساعت مونده است، نه قیام میشود نه تغییر حاکمیت میشه. خب من با این گپ گفتم که با همین ما بسیار گپ میزنیم، همین افراد میداریم، بچه‌ها میداریم، انقلاب شد، انقلاب همین مقصد با گفتن نمیشه، باید همین حرکت کردم. همین که هر کس ببین همینجا قریب 3000 آدم است در اینجا تماشا کرده ایشون. خب 1000 نفرش برای نوشتن و برای گزارش و برای اچا تیار کردن و فابریکه. بله. خب 2000 دیگرش انای مردم مبارز و مجاهد و مردم مهاجر است که آماده مبارزه هست. بیا همین 2000 باز بعد از یک روز 10,000 دیگه اینا تماشا میکنن، از گپ از دهان و دهان میرود. خب وقتی ما رو کرده خودت کار کن، با 10 نفر، با 5 نفر، با 15 نفر دیگر فهم و آماده کن برای مبارزه
برای آن که کشور به کدام سمت رفته است. انا این میشد عمل، این میشود کار. اگر همین کار هر کس کرد نتیجه میگیریم در دوام چند ماه حتی یک سال هم نمیکشه. مودین که بری بخشش برادر اکنون من حاضر یک خودم خیزم نمیشود برای اینکه این ظالمان میدونن که اگر وقتی که من خودم خیزم که همین انقلاب شود یا اینکه پروتیف همین ظالم برآمدم اینها میدونن که چیکار میکنن مرا میگیرن یا میکشن یا اینکه زندان میکنن درست؟ بله درست. همین درست. لیشنامه خودم برادر همین چی گویم شما را انتظار هستم. لیشنامه خودم همین شما را انتظار هستم برادر. باید همین شما اکنون این به فکر من اکنون نمیدونم خطا است یا اینکه ترگه است به فکر من شما همین ساعت و روز است همین مثال گوین که همین روز انقلاب در همون جایی که مثال پایتخت در همون دوشنبه می شود میریم. لیست من خودم شما رو انتظار هستم. اگر که من خودم موضوع 10 نفر یا 20 نفر ده میگم که رفتیم انقلاب میکنیم اینها همشون میخندن که این کودک چی میگه. برادر عزیز میلیون ها نفر میلیون ها تاجیک حالا اگر ما 5 میلیون تاجیکستانی بالغ و حالا بگیم به بلاغت رسیده داشته باشه حداقل 2 میلیون 3 میلیون همین مثل همین من و شما فکر دارد مثل شما میگید که این من تنها از دستم چی میآید میلیون آدم نشسته است تحلیل کرده است که من یا 10 نفر اگر برایم از دست چی میآید. وظیفه ما و شما برادر همین میلیون ها آدم را با هم جمع کردن و این فکر رو در ذهن جا کردن که برادر من و شما یک نفر نیستیم تنها نیستیم ما میلیون ها هستیم. امام علی رحمان یک نفر است با چند نفر از همون درست اطراف خانواده و کسانی که از این منصب ها دزدیده و غارت کرده ایستادن. ما و شما اکثریت هستیم اما چون رادیو نداریم تلویزیون نداریم چون رسانه ها در دست اونهاست ما فکر میکنیم که ما تنهاییم از ما باید اکنون از همین رو شروع کنیم به هر کسی که صحبت میکنیم بگیم که برادر ما و شما دیگر تنها نیستیم. یک گروه هست که فکر کرده ایستاده است یک گروه هست که این تمام ملت رو میخواد در یک برنامه جمع کند افیر کرده ایستاده است آنلاین کرده ایستاده است کارهای فهماندگی رو در داخل کشور برده ایستاده است. وظیفه ما این است که این احساس تنهایی نکنیم. روزی که این گروه مسئول گروه متمرکز آمد گفت که برادران وقتی عمل رسیده است در اون روز باید همه ملت عمل کنند. همین هم میگم اکرم اگر ما و شما به این نتیجه رسیدیم به این توافق رسیدیم باور کنید امام علی رحمان حتی منتظر انقلاب نمیشود خودش فرار میکند. اما او میداند این برادر بدخشانی رو گوش کرده چی گفت برادر پامیری گفت که همین روز کدام یک جمعه بوده است و میرزا نباتوف در پامیر مردم بدخشان رو تبلیغ میکنه که اکنون شما دیدید که تنها مونده تنهای مردم ملت از شما پشتیبانی نکرده شما رو میکشند. کی میکشد؟ برای همین میگم اکرم یعنی ما شما رو میکشیم شما تنها میمونید. اما اگر ما شما بگیم مردم بدخشان تنها نیستید مردم سوخت و اصفهان تنها نیستید این روند رفته ایستاده است. این روند الحمدلله که شروع شده رفته ایستاده است و به همین خاطر است که بی‌ضابطه شدن به همین خاطر است که میخوان بدخشان را در تنهایی اصفهان را در تنهایی نابود کنند. اما ما و شما باید یک مقدار دیگر کار کنیم مردم را قوی کنیم ان شاء الله اون روز فرا خواهد رسید. خداوند نگهبان باشد برادر. تشکر زیاد. اگر مودین کبیری اگر مخفی نباشد امین چند مبارزه دارید شما خودتان؟ بله نفهمیدم. اگر مخفی نباشد چند مبارزه دارید؟ چند آدم چند آدم هست همین باوری نه که شما چند آدم دارید؟ من حداقل یک نفر شما را دارم. یعنی حاضر در همینجا شما را دارم که شما تیارید. درست یا نه؟ سبحان الله. سبحان الله برادر من خودی حاضر تیار هستم. اگر همین حاضر که شروع میکنیم گویا حاضر شروع میکنیم. همینه که من شما را دارم معنی را دارد که من تنها نیستم. همونه که برادر اهل دین یکم برآمد کرد در ساختمان او را دارم من تنها نیستم. همونه که برادر بدخشانی گفت که من حقارت کردن میخواهم از علم گفت این معنی را دارد که من دیگر تنها نیستم. تنها امام علی رحمان است. برای که امام علی رحمان ملت را ندارد. امام علی رحمان خیتای را دارد پوتین را دارد. امام علی رحمان 4 تا دزد و غارتگر را در اطراف دارد تکیه به سلاح و نیروی خارجی میکند. او تنها است در بین قصر ولی قصری که با
سلاح و با تانک و با تلخا حمایت میشه. او یک حرامه. من نه خیتای را دارم، نه روسیه را دارم، نه ایران را دارم، نه ترکیه را دارم، هیچ کس را ندارم، اما شما را دارم. انا این ما انشاءالله به اصلاح حال می آییم. انشاءالله به اصلاح. همینا برای من کافی است. انشاءالله با همین ظالم که همه را تجاوز میکند، انشاءالله ما به اصلاح حال می آییم این فرعونه. سلامت باشی برادر عزیز. خب با شما خداحافظی میکنیم. خیلی صحبت خوب کردید. حالا یک برادر دیگر با نام پامیر هست. حالا نمیدونم برادر پیشینه یا دیگر کس بفرمایید. Добрый вечер, господин Кабири, и я приветствую вашу студию и соотечественников. Хочу привести свои очень глубокие соболезнования нашему народу. Один из частей нашего народа – это бадахшанские народности, которые сейчас борются за свою свободу, так же, как и украинский народ против фашизма. Да? На сегодняшний день многие слушатели и многие соотечественники спрашивают у вас, у господина Кабири, что когда таджикский народ взбудоражится, и он встанет, и начнется либо революция, либо смена власти системы. Ребята, я давно говорил об этом, еще раз повторяю, при Николае II, это 20 век, первая половина 20 века, не хватало двух факторов для того, чтобы Николай II не ушел из власти. Наоборот, извините, я подкорректирую свои слова. Двух факторов хватило для того, чтобы Николай II ушел из власти, потому что Николай II был очень слабым государем. Это первая Госдума, парламент, который он образовал и отдал вот эту вот именно оппозиционную часть общества. Там непростые люди сидели в Госдуме Российского царства. И второе, бедный, натерпевшийся народ, которому было очень-очень трудно жить. Народ просто выживал. Вы вспомните эту историю. Третье – это Первая мировая война. И эти три фактора играли важную роль для того, чтобы геополитическая система этого региона и вся идеологическая система власти поменялась. Пришли потом эти большевики и так далее, это другая история. Но хватило три фактора. На сегодняшний день, по моему взгляду, это субъективное мое мнение, я считаю, что нам этих двух факторов не хватает. Первое – это сильная взрослая оппозиция, зрелая внутри страны, которая может отдать отпор. Мы знаем, что наша оппозиция, она с 2016 года стала более активной. Еще этого времени нам не хватает. Второе – бедный, настрадавшийся народ, который мог бы взять инициативу в свои руки. Вы не забудьте, что думающий процент населения может всегда изменить этот народ. Любой народ может изменить. Поэтому нам нужны думающие люди на сегодняшний день. Хотя бы 20% из 10 миллионов будут думающими, тогда таджикский народ поменяется. А если этого не будет, то мы долго будем сражаться за свою свободу и за свою независимость. И помните, что независимость никто не должен нам подарить. Вот в 1992 году подарили эту независимость, да, со стороны Советского Союза. Таджикский народ не добился этого до конца, он еще никак не добивается этого. Вот эту независимость таджикский народ должен выиграть, он должен достичь сам своими руками. Поэтому
не забывайте, что революция или какие-то митинги или смена власти сам по себе не происходит. Нужны какие-то факторы для этого. سلامت باشه برادری عزیز. من کاملا با شما راضی هستم و این تحلیل که شما کردید بسیار خوب است که یعنی انقلاب یا خیزش مردمی خود از خود با تعیین من یا یک کس وجود نمیاد، باید اون فاکتورها یا عامل‌ها در داخل شکل بگیرن. برای همین وقتی که دوستان و من دائم میگن که ما مهاجران در روسیه در خارج چیکار کنیم، من میگم شما در خارج هیچ کار کرده نمیتونید. ما و شما بله از اینجا مبارزه میبریم، فهمانده داده میتوانیم، اما نیروی اساسی در داخل است. کسی که میخواهد مبارزه برد و تغییرات شود یا باید به داخل کشور برگردد یا اینکه با نیروهای داخل کشور در همکاری باشد و اون مردم خودشون قیام کنند. و امروز در داخل کشور این نیرو شکل گرفته ایستاده است. من باز تکرار میکنم که خود امام علی رحمان این نیرو را شکل داده ایستاده است، با جنایت‌هایش، با سیاست‌های غلطش، با اشتباه‌های، با این گردنشخی و یک رویش که با هیچ کس، یعنی هیچ کس رو اصلا انسان حساب نمی‌کند، نه داخلی نه خارجی رو، اصلا نه تاجیکانی در داخل نه تاجیکانی در بیرون بوده رو. و با این اپوزیسیون دومایش اپوزیسیون فکر کننده و قوی رو در داخل تیار کرده است. وظیفه ما با همون اپوزیسیون در داخل شکل گیرنده و شکل گرفته ایستاده همکاری کردن و اون عامل‌های انقلاب یا خشم مردم رو نزدیکتر کردن است. خیلی تحلیل خوب کردید، من کاملا با شما راضی هستم و اینجا با شما خداحافظی میکنیم. یک دوست از دنقره میخواد صحبت کنه. بله استاد سلام علیکم. من فکرم رو میخواستم بگم که وقتی آن رسید است که ما سلاح به دست گیریم، نه که شما پیشکی گفتیم با برادر الماز، برای همین ما از بیرون چیزی گفتیم هیچ کار کردن نمیتونیم و ما یک چیز نمیفهمم که شخصی که نه دیپلماتی را میفهمه نه گپ زدن دیگه چیز هم میفهمد، با او چی کار کرد. مثلا یک شخصی که مثلا با همین امام رحمان چی کار کرد، مثلا همه خلق خسته شد، مردم خسته شد، اونجا نه دنقره و نه دیگر هیچ که نمیخواین. من شخصا از ناحیه دنقره، از درون دنقره هیچ که در این دنقره هیچ که نمیخواهد، یعنی نوساش و بچه‌هاش اومدن تجاوز کرده و رفته سای، ایش اومد تجاوز کرد رفته سای، زمینا را گرفته، او نداریم، همه خسته شده بخدا، هیچ که نمیخواهیم خسته شدیم، چیکار کنیم؟ سلامت باشه برادر از دنقره. ببینید وقتی که ما میگیم که مشکلی تاجیکستان یک نفر هست، مردم میگن که نه دنقرگی ها گناهگارند، بعضی میگن کلابی ها، بعضی برادران سعودی ما شمالی میگفتن که جنوبی ها گناهگارند، باز جنوبی ها میگن که 70 سالی حاکمیت شمالی ها و این نتیجه آورد. نه برادران، مصیبت همه ما یک نفر است. حتی برادر دنقرگی گفته است که خود دنقرگی ها الکی بداد آمدن. بنابر همین ببینید شما سوال گذاشته است که چیکار کنیم با این نفر که نه گفتگو رو میفهمن، نه دیپلمات رو، نه سیاست، نه صلح و آشتی رو. خودی همین آدم نشان داد و با ما و شما گفته ایستاده است، نشان داده است که با من چیکار باید کنید اکنون. یعنی من نه گفتگو رو میفهمم، نه صلح رو میفهمم، نه قانون برای من وجود داره، نه کنستیتوسیون، نه ملت و مردم، و فهمانده ایستاده است که با من چیکار کنید. باز دیگه چی خیلی بفهماند. یعنی این ما حال شرط است که همینجا در همین افیر من یا اون کسی دیگر باز همین تفسیر کنم، شرح کنم. نه من فهمیدم امام علی رحمان را که خودش نشان داده است که ای مردم، برای انتخابات، برای گفت و شنید، برای صلح، برای قانون را رعایت کردن صبر نمیشود با من. همین فهمانده ایستاده است و ما هم بله عزیز. مثال افغانستان بیز برادر ارمز نه که افغانستان مثال چیز افغانستان بدرایم، نه افغانستان را هیچ کس به رسمیت نشناخته است و این ما نمیتونیم چیز افغانستان بدریم و افغانستان هم رفته نمیتونیم. برای همین یگان راه از درون دولت یافتن در کار، یگان راه از درون نه افغانستان راه حل است، نه یگان جای دیگر، فقط تاجیکستان، دیگر یگان راه دیگر یگان
بله استاد همی از درون چیکار کنیم ما چیکار کنیم بخدا استاد خاصه در سنتری دنگرایم باور کنی نکنی نمیدونم باور کنه نکنه مردم گاجی ما بخار رو میکشیم باور کنی نکنی نکنه من میدونم ایره. ما در یک صحبت هم گفتم که ملت تاجیک در درون آب زندگی کرده است. از پهلوی خونش آب میگذرد، از کوه آب 60% ذخیره آب آسیای مرکزی در تاجیکستان هست. بحر ارل و سیردریا و امودریا در ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان از آبهای ما سرچشمه میگیرند. مردم خود ما مردم دنگره، مردم وحش، مردم ناحیه‌های کوهستان به آب هستند. یعنی این رو همه میدونند و همه این رو من چی میگم برادر عزیز میگه چیکار کنیم؟ من پیشتر گفتم که اکنون با همسایت گپ زن، صحبت کن، کار کن، گروه خودت رو تشکیل کن، گروه فهماندهی، گروهی که مردم دیگر روز به روز نه مردم آماده است، مردم آماده هست. هر که فکر کرده ایستاده است که فقط من کنم. چرا دیگه همه آماده هست. چه گویم که یک شخص نمیرسد که میگه که اینا مردم بخیزین، تمام بخیزین. یک شخص همیشه نمیرسد. برای که استاد عزیز اهمیت که در مدت 30 سال تمام لیدرها را کشتن. کسی که افطاریت داشت کشتن. در مهاجرت کسی که افطاریت داد بردن، مثلا عزت تمام بردن محکم کردن، کرامت شریف برده کشتن. استاد چه که میبینین مثلا یک کس هم خیلی نمیرسده. من فکر میکنم در تاجیکستان همین یک کس بگه والله ما باور دارم که همه دفعه شاید مردم دنگره میخیزه، برای که تمام زمین‌ها مون گرفتن، همه چی مون گرفتن استاد، هیچ نداره. برادر شما گفتید که یک کس نمیرسد. من به این گپ شما با شعر اقبال جواب میگم. یک کمتر تغییر داده. میگه میرسد مردی که زنجیر غلامان بگسلد، یعنی بشکند، دیدم این از روزن دیوار زندان شما. والا وقتی در اون شعرش طولانی است ای جوانان عجم جان من جان شما، و در دوامش این میگه که میرسد روز یا که میرسد مردی که زنجیر غلامان بگسلد. ملت تاجیک امروز غلام یک گروه خود شده است. امید نشو برادر، مرد هست، مرد میرسد. شما فقط آمادگی خودتون رو ببینید و بگید که ما باید در پهلو همون مردان باشیم در روزی که اعلان می شود که دیگر اون مرد تنها نمونه. انشاءالله که شما بدانید باشید مرد هست وجود دارد. بله این را هم بدانید که از همین ناحیه دنگره صدها شخص برده با محبس کشیدن برای که در همین گروه شما گپ زدن، طرفداری از شما کردن. با عقوبت هم چی میشه برادر؟ برای که نزدیکان ما هم مثلا طرفدار شما مثلا اونها رو محکم کردن، بسیارش جریمه های کلان با مثل 6000 دلار 7000 دلار گرفتن. بسیار کسا را محکم کردن. آینده اونها چی میشود؟ ببینید برادر عزیز، اگر ما از من پرسیدید که آینده اونهایی که در زندان هستند چی میشود یا تحت فشار و جریمه شدن، اینا البته که همش آزاد خواهند شد بعد پیروزی. اونایی که جریمه شدن با اونها جبران داده میشود. اما اگر شما پرسیدنی باشید که کسانی که با ما همراهی میکنن آنها را زندانی میکنن، جریمه میکنن، اینا چی میشود؟ برادر مبارزه به قربانی نمیشود. اگر شما بگید که ما هم مبارزه بریم، هم پیروز بازیش کسا جریمه نکنن، شلاق نزنن، زندانی نکنن، این که دیگه مبارزه نیست. بله میدونم. تا که مثلا بسیار جوانهایی که مثلا برآمدن گپ زدن با چهره در گروه 24، مثلا اگر خود شما شاهد هستید که گروه 24 گفتن که فقط با چهره قبول میکنیم، مردم برآمده گپ زد، مثلا بسیار کسا برده با محبس کشیدن. مثلا این مسئله در خود برادرای گروه 24 جواب میگن، چون ما حق جواب دادن نداریم. اما ما همیشه گفتیم که برادران از داخل از روسیه با چهره خود صحبت نکنید. برای ما هر انسان مهم است. برای ما مهم این است که شما زندانی نشوید، سالم باشه، در آزادی باشه. چون که انسان خیلی هم جسور و قهرمان در داخل زندان تاجیکستان هیچ کس نیست. عزت امان از دستش دیگه چیکار میاد که میلیون ها رو کمک میکرد؟ زید سعید چی میاد؟ بزرگمهر از دستش چی میاد؟ محمد روزی و محمد علی حیات و سید عمر از دستشون چی میاد؟ اینا بهترین های ملت هستند. از ما 10 مراتب بیشتر جسور و قوی هستند. از دستشون چی نمیاد. برای همین هر مدل شده است که بزرگواران رو از زندان آزاد کنیم، باید که کارا جدی‌تر گیریم برادر.
بله 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 استعفای ملی رحمان که ملت مردم آزاد کنه. سلامت باشه برادر دنغرگی. به همه مردم شریف دنغره سلام ما را برسانید. بسیار مردم شریف و جسور هستند. بسیار دنغرگی من در زندانم، بچهای ما خیلی در زندان. باوری داشته باشد که مردم دنغره با شماست. مردم فکر نکن یک همین گناه اگه ما همین من میدونم که در بین سو دنغرگی ها میگن ما را بسیار قهر میکنند. بله بین ما یک شیطان، یک آدمی که شیطان، بله شیطان بگم درسته، برای که مردم وعده داد که من یک بار پرزیدنت میشم میبرم. مثلا بین ما بر اومد باید ما همه دنغرگی ها گناهکار نباشیم. برای بسیار برای ما دنغرگی میکنند. ببینه همینه که شما برآمد کرده دنغره از نام دنغرگی ها، این نشان میدهد که مردم دنغره یک مردم شریف، مردم جسور هستند و اصلا شما خجالت نشوید. شما احساس نکنید که مردم تاجیک در نسبت شما دنغرگی ها فکری بد دارند. نه، شخصا استاد والله بالله اگر پدر من ضرر به مردم رسانده باشد، ما همین کسی که دنغره است، هر که به مردم ضرر رسانده است، والله بالله پوست شب کشه در ترما میپوسته، مردم سنگ شپش میکنه، چی کارش میکنه، والله بالله ایمان مای کافر بگیرم بکنن شونه. من راضی هستم کسی که ضرر رسانده، کسی که ضرر رسانده پوست عذابشون بکشن، برای که هر کافی بریخش ایم حاضی. من میدونم که بسیار مخوام داره ای نوعی دنغره ما همه ای چه ورسون اچوید نه ما همش میشم بسیار کشورم میدونم. مثلا ما اویلای مثال چی نیستیم، هر کسی کدای والله ما روز مردم ما میبینیم، ما هیچ کا کورم نیست، هیچ کا کارم نیست، مردم بچی می خودی دیست والله بلا پوست همه جمرش عذابش در همین دنیا ببینه که خدا که همین ما خدا را زوره میگم که اگر بهش دام بغلطم، اگر همین ما اینهای دنغره بهش دام بغلطم، من خدا را زوره کنم دلاوی دلاوی دوزخ مثلا ایلاوی همین بهش که مارا خونه بوده که بینم که چه ایمای رحمان دوزخ در سختی سای، خدا لعنتش کنه که من بینم چشمم قد که چه سختی سای دوزخ در ایمای رحمان و غلامایی که هست گیر دیوایده همو. سلامت باشین استاد. سلامت باشه برادر عزیز دنغرگی. ببینید من حالا کسانی که ثبت میکنم برنامه ما از مقامات امنیتی و دولتی حالا هیچ گم ندارد. شما یک جسارت کنید، یک کمتر دنغرگی هستید، هر کسی هستید، همینه به یک شکلی به امامالی رحمان برسونید و بگید که یک دنغرگی، یک انسان عادی از وطن خودت یعنی دعا کرده ایستاده است که پروردگار مرا در به خاطر آن که امامالی رحمان را در دوزخ ببیند میگد مرا در یک گوشه و کنار جنت جا بده، نه در بین در جای دیگرش. چون فکر میکند این بیچاره بنده خدا که اگر در بین در یک جای بهتر جنت جا گرفت دیگر امامالی رحمان را در دوزخ نمیبیند. و حالا چون هر یک انسان یک تصوری خاص از بهشت و از دوزخ دارد و فکر کرد اگر در لب و یک گوشه جنت جا گرفت میبیند که اینا بردن بر دوزخ میبیند. یک تصوری شاید ساده باشد اما یک تصوری صمیمانه یک انسانی، یک بنده مؤمن خداترس و معتقد. اینا برسونید به امامالی رحمان که شهروند تاجیکستان دربارش این گونه فکر کرده است و دنغرگی. حالا شما جرأت کنید، جسارت کنید، اینم نظر یک خلق است، نظر شهروند است. بالاخره وظیفه شما تحلیلگران و اکسپرت‌ها و مرکز تحقیقات استراتژی و کمیته دین و اکسپرت‌ها که هر روز تحلیل می‌نویسید نظر مردم رو بگید خب اینم نظر یک شهروند است، برسونید به او، باید بدونه و که فقط در تاجیکستان مداح و چاپلوس و اوانگارد نیست و 4 تا منصب دارد. در تاجیکستان اینا زندگی میکنن. درباره امامالی رحمان این فکران وجود دارد. اگر حالا وظیفه امنیتی و وظیفه خودتون رو که برای همون معاش میگیره اگر اجرا کنید این به فایده رحمانوف هم هست. چون به فایده رحمانوف نیست که فقط بنویسید و گزارش بدید که همه او رو دوست می‌دارند در حقش دعای خیر میکنند. این بر ضررش است. اگر شما دوست رحمانوف هستید اینا رو هم کم کم به او برسانید. خواهش میکنم. خب نفر الکساندر اگر هست در خط. سلام علیکم. علیکم سلام. من گفتنی هستم که با شما اگر همین خیر
рафтори тоҷикон боша мо 100 сол гузарад ку ягон кор карда наметавонем, ягон кор карда наметавонем. барое ки нигоҳ кунед, на шумо як программа дорем, на группа бисёр ягон программа дорад, программи тарбиявӣ надоред, программи дӯстӣ надоред. Группаи бисёр сар мекунад аз Украина, Россия. И Украина, Россия ба мо дар кор нест. ягон инҳо мо ягон фоида нест. Завал дора, фоидаш нест. Вай ауҷа сар мекунад. Ами конкретни гапа гуфтам, як мутилшикӣ. Тамом дига ягон кори ихе тарбиявӣ нест ки як дӯстигарӣ кунед. Агар шумо маро бовар накунед, ина як пранк гузаронед дар ҳамин душанбе. Просто ягон каси майдака меёвину, як бузбалавай озор мекунад. Як кас як даҳангап гав намезанад. Як кас ай пушти ҳамун одами слаби намехеза ки бародар ту чизи хута баровар накун ба ин. И гапаро ҳеҷ кас намега. бародар Александр, шумо дар Душанбе ё дар хориҷ? Ман дар гӯям дар ватани худам, дар Тоҷикистон нестам. баъдан гӯш кунем. бубинед як чиз аст бародар. ҳоло бубинед бародари азиз, ман шумо гуфтед ки паймони миллии Тоҷикистон барнома надорад. шумо барномаи паймонро хондагӣ ҳастед ё дидед ягон маротиба? чун мо барнома дорем, барномаи хатӣ навишташудагӣ дар расонаҳо, дар шабакаҳо нашр шуд, бештар аз 70 саҳифа, аз он ҷумла дар бахши таълиму тарбиям. шумо хондед ё не? ман нахондам. бас пайдо кунед. ҳоло нагӯед ки ҳизбу ҳаракатҳои оппозитсионӣ барнома надоранд, ба дигарон мо кор надорем. мо дар паймони миллии Тоҷикистон барнома дорем, нашр кардем. шумо як бор бихонед, биёед бигӯед ки фалон бахши барномаатон мушкилӣ дорад, ман танқид дорам, эро дорам, мо суҳбат мекунем. ин як. дуюме ки паймони миллии Тоҷикистон дигар ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ, мактаб ё мадраса ё ягон муассисаи таълимӣ нестанд ки мо мардумро тарбия кунем. тарбия кардани мардум вазифаи ҳукумат, давлат аст. вазорати маориф дорад ва бештарин буҷаи давлат дар Тоҷикистон ба соҳаи маориф меравад. вазифаи вазорати маорифу ҳукумат аст тарбияи давлату миллат. ман аз хориҷ, аз Европа, ман вазифаам мубориза бо ин ҳукумати дузду ғоратгар аст. ман чӣ кор кунам? ман бояд ҳам вазифаи муалливиро иҷро кунам, вазифаи масҷиду мадрасаро иҷро кунам. мисол ҳама чӣ ҳами тарбияву чӣ сар мешавад. ҳами Владимир Ильич Ленин ҳами тарбиявӣ сар карда ба охир ғолиб ромад. вози шумо чӣ мегӯед? ин ҷанг дар Тоҷикистон хоҳед нахоҳед, шумо хезед нахезед, ин ҷанг мешавад. барое ки Америка дар оҷо подшоҳ монд, уже тамом. вай давлат уже худо мезанад вай давлата. ин ҷанг Америка дар Тоҷикистон подшоҳ мондагӣ аст, пойгоҳи низомӣ дорад, чӣ дорад? вай уже ина надеясти яроқ ёрдам кардеста, чӣ кардеста. Америка вақте ки чӣ накарда буд, хорухда ҷанг набуд. хорух камтар тинҷ буд. Америка диромад, яроқ парохта ёрдам кард Тоҷикистондо, хорухда шид ҷанг. яроқа ҳукумата дод ё ки бадахшониёро дод? 62 миллион доллар 62 миллион доллар дар яроқ ба вазорати дифои Тоҷикистон дод, не? ба фикрам. ба ҳавай дод, тамом. уже ин кор сар шуд. Тамом. яъне шумо гуфтаниед ки Америка ба ҳукумати Тоҷикистон, ба Эмомалӣ Раҳмон яроқ дод ва ба ҳамон яроқи Америка ҳукумат мардуми Бадахшонро кишта истодааст. назари шумо ҳамин аст? не, назари ман ин нест. назари ман ин аст ки Америка камтар ёрдам кия, ая ҷои дига даҷа бояд залавша расона. И барое ки да Тоҷикистон 201 дивизия Америка мехоҳад ната ки Россия окружит кунад. Америка ҳукумати Тоҷикистонро яроқ дод. ҳамин ҳафтаи гузашта он беспилотник дод, мошин дод ва ба дасти Бадахшониё надод, ба дасти оппозитсия надод. ба Бадахшон сафар накардааст. омад ба сафираш бо вазири мудофиа мулоқот кард ё бо муовини вазир, инҳоро супорид ва баромад рафт. ҳоло Америка дар Бадахшон чӣ хел ҷанг андохт?
حکومت تاجیکستان با این سلاح رفت مردم بدخشان زده ایستاده است، با سلاحی که روسیه داده ایستاده است، با سلاحی که امریکا میتید. ایران هم حالا این پهپادها یا اسپلانی که ابابیل رو ساخته ایستاده است، از ترکیه هم بایرختر خریده ایستادن. حکومت تاجیکستان تمام دنیا سلاح گرفته ایستاده است. یگان کشور، یگان سازمان به بدخشانی به اپوزیسیون نه پول داده ایستاده است نه سلاح میتید. شما چی خیر با کدام عقل و فراست و تحمیلیت که امریکا در تاجیکستان جنگ انداخته ایستاده است؟ چرا حکومت تاجیکستان در روز روشن کشته ایستاده است با سلاح دیگر رو؟ من یک وقت در کدام منطقه کوهستانی رفتم، دو تا همسایه با هم جنگ کردن. بعد مولای دیه هر دو صلح انداخت و نصیحت کرده ایستاده، گفته ایستاده است که شما مردم احتیاط کنید که این یهودی ها دشمن ما مسلمان هستند، ما را جنگ انداخته ایستادن، ما دیگر هم در همین جای دیگر از زده ایستاده. بعد من فریاد کردم گفتم اینجا بیا برادر، همین در همین قشلاق شما در این دهه کوهستان اصلا یهودی و اسرائیل و فلسطین چی را برد؟ دو تا همسایه باید دیگر ساز نگرفتن یا دیگر جنگ کرده ایستادن. ما یا مولا اومده در همین جا قضیه فلسطین و یهودی را گناهکار میکنید. یهودی کتر تو پریچو وقتی دو همسایه باید دیگر معلوم است که این اشتباه زده است. خیلی دیگر ما همین عادت کردیم، همین چیزا در دنیا این مسلمانی که پیشاد یا یهودی را گناهکار میکنید یا امریکا یا روسیه یا کسی. برادر عزیز، در همین قضیه داخلی تاجیکستان امام علی رحمان بالای مردم بدخشان هجوم کرد، کشته ایستاده است. یاری اخرى از امریکا امام علی رحمان گرفته ایستاده است، از روسیه، از خیتای، از ایران. یعنی امریکا در چی جنگ انداخته ایستاده است؟ اگر امریکا هم جنگ انداخته ایستاده باشه، پس به حکومت تاجیکستان کمک کرده ایستاده است که مردمش رو سرکوب کند. اگر روسیه جنگ میاندازد و دست دارد، پس سلاح رو به حکومت میدهد، خیتای یا کسی دیگر است. یگان کس که رفته با مردم کمک نکرده است. که شما ببینید این افسانه ها رو این میگن که این که میگن برای مردم عادی است، برای ساده است، برای یک تحلیلی که با فکت و رقم کار میکنه برادر افسانه دیگه نمیذاره. یک سوال دیگه با شما میتونم، شما پارتی شما در همون اروپا چی کرده؟ یعنی چی گم شما را قید کرده که پارتیتون طوری در اروپا و برای شما یا زایلین اون در نمی نویسین که خلق پامی را کشته است یا مثل اون جمع نمیکنین؟ شما همین حقوق دارین که برای چی نمیکنین؟ ما این حقوق داریم، این کار کرده ایستادیم، زایلین با سازمان ملل نوشتیم. برادر عزیز، کمیته حقوق بشری سازمان ملل تاجیکستان از همه زیاد پرونده دارد. ما بردیم 15 نفر زندانی سیاسی تاجیک در کمیته سازمان ملل پروندهش رفتگی است. قرار برآمد که امام علی رحمان اینها رو آزاد کن. اینا رو کی کرد؟ بیانیه هست، گفتگو هست، میتینگ هست. ما این کار رو کرده ایستادیم. برادر عزیز، شما همچون شهروند تاجیکستان خودتون به یگان اعتراض کردید یا نکردید؟ اصلا اعتراض نکنید. شما با ما راضی هستید، با ما شریک هستید که همفکر هستید که در تاجیکستان حکومت مردم خودش رو قتل عام کرده ایستاده است. با همین راضی هستید؟ من با چیز شما راضی هستم. با چیز شما راضی هستم که مثلا امام علی رحمان همون خلق کمبغل قتل کرده است. نه که باید چیز دیگر میگم که ما تاجیکا تا وقتی که دوست نشیم یک دیگر فهمی نکنیم ما یگان بار آباد نمیشیم. انا میخوای برادر عزیز، ما بایدگر دوستیم. کلابی با بدخشانی دوست است، غرمی با سعودی دوست است. اصلا این معنی ندارد که باید همه تاجیکستانی ها بایدگر خش تبار و دوست همسایه شد. شما بهترش بگید که تا ما جسور نشویم، با ناموس نشویم، ما به یگان نتیجه نمیرسیم. یعنی ما هم دوست شویم چی؟ اگر همه با هم دوست باشیم و جسارت نداشته باشیم، ننگ و ناموس نداشته باشیم، همه تملقکار و چاپلوس یک جنایتکار باشیم، ما به یگان نتیجه نمیرسیم. شما بهترش چی بگید؟ ما انا میگم گفتنی بودم با شما سلامت میبخشید. نگاه کنین حاضی مثال بدخشان ایخی شد. اگر خلق آرام شود پاک دیگه سوخ
بقی دیگه خطلون اونجا تمام، توجیکستان اونجا تمام. و چیزی میگه که طالبان میدروین، طالبان نمیدروین توجیکستان، برای که طالبان اول یکم کس پریزنوات کردگی نیست و نمیفورن که جاشون گم کنن و میفورن که باید پریزنوات کنن که دولت طالبان و یکم محل با توجیکستان، نه با توجیکستان، نه با قرقیزستان، نه با ازبکستان با یکم حمله نمیکنن. و برادر عزیز، همین حکومت امامزاده رحمان 30 سال شد میگه که از افغانستان با ما هجوم میکنن. در وقتی که طالبان در کوه کمر بود میگن طالبان هجوم میکنه، طالبان حکومت گرفته است میگه طالب هجوم میکنه. در همین 30 سال بغیر از تاجیک یگان نفر از خاک افغانستان و تاجیکستان هجوم کرده است، یگان افغان، یگان طالب، یگان کسی دیگر. همون تاجیکی هم که به خاک تاجیکستان میگذره، شهروند همین تاجیکستان است و مجبور شده است که روا در خارج به وطن خودش برمیگردد. این افسانه را که بله شما درست میگید، اوکی ما باید تکرار کنیم، بشنویم که اما احتیاط کنید که از خاک افغانستان با ما هجوم میکنند. همین طالب 30 سال شد در افغانستان است، یگان طالب ندیدیم که با طرف تاجیکستان هجوم کرده باشد. طالب بود امروز بیچاره در غم و فکر حفظ قدرت خودش است، نمیداند اما قدرت رو چه حفظ کند، با جبهه مقاومت مبارزه کند، با همسایه‌ها تجارت کند. امروز فردا از همون قدرت هم با فکرم بیزار میشه. ولی برای حکومت تاجیکستان همیشه یک پوگال، یک خوسه لازم است که همیشه ملتش رو بترساند. یک روز از ازبکستان، یک روز از طالب، یک روز از اپوزیسیا، وقتی ما رسیده است که ما ملت رو از خود امامزاده رحمان بترسانیم، بگیم که یگانه کسی که ملت باید از اون بترسد و خودش رو احتیاط کند، او رو از قدرت دور کند، همین امامزاده رحمان. نه طالب با ما کار دارد، نه حکمتیار کار دارد، نه احمدشاه مسعود کار دارد، نه افغانستان و ازبکستان یگان کسی دیگر کار دارد. اصلا هیچ که در فکر ما هم نیست، همه مسئول خودشون هست. سلامت باشی برادر عزیز. خب یک نفر از داخل وطن می‌خوام. این برادر قطع شد. برادر عمر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. و علیکم السلام برادر، بفرمایید. استاد محترم، استاد چین سلامتی خوبه؟ تشکر برادر. سلامت باشید، بفرمایید. استاد محترم، خودتون نسبت به همین کارهایی که همین دیگه نمیدونیم موقع چیش بگیم دیگه و خیره، یا همه چی گفتیم و شما برای دفع نسبت به همین شخصیت چی گفتنی داریم؟ به همین امام الترا رحمان فرشاری پایچه که بالای برادرای ما این مقصدی خوروغ هم یا پرای گوشت ما محترم استاد. من چی گفتنی دارم؟ اولش که با شما گفتنی دارم که دیگر امام الترا اینا رو نگوید، اون نامش امامزاده رحمان است. منم گاه مثل عادت پیشینه امامزاده رحمان رو میگم، اما در پاسپورتش در مقامات رسمی امامزاده رحمان است. ما بله جنایت ها رو باید بگیم، اما نسبت شخصیت، نام، همون طوری که ویا تحقیر میکنن ما تحقیر نکنیم. متاسفانه بعضی از دوستان و پیروای ما این کار را تکرار میکنن. و دیگه که چی گفتنی دارم، حالا دیگه همون چیزی که مردم گفته ایستادن همون رو تکرار میکنم که هر یک سیاستمدار با عقل، با فرهنگ، با فراست باید که وقتی آمدن و رفتنش رو بداند، یعنی کی باید برود باید بداند. اگر همین رو نفهمید، بعد وقتی که مردم خودش او را رواندن دیگر باید بی آبروگی میرود. من همین قدر گفته میتونم. اگر همین را درک کرد، فهمید، گرفت، به فایدهش است. اگر که گرفت، خب دیگر مردم خودش رو میروانند و مثل که دیگران را رواندن، مثل معمر قذافی و مثل نظربایف و مثل 10 نفر یار و دوستان امامزاده رحمان رو. همین نگفتنیم برادر. این با طریق استاد محترم بسیار خوب مقصد ذکر کردین. این خواهش رفتن نیست، مقصد با خون آمدن با خون میرم میگه. همین خیلی گفتنی ایدهش شخصیت. خب بعد از ملت چی خفه میشود؟ وقتی ملت رو چرا تروریست میگید؟ وقتی خودش میگه که من با خود آمدم، یعنی مردم رو دعوت میکند که شما هم دست با خون شوید و مرا فقط با خون میتوانید از قدرت دور کرده. پس چی لازم است مردم رو تروریست گفتنش وقتی خودش مردم رو دعوت میکند؟ ما برای همین گفته ایستادیم که
وقتی که یک گروه علاقه پیدا شدن میگن که ما مجبوریم دیگر سلاح بگیریم، گپی کبیری رو گوش نمیکنیم، گپی پیمان ملی رو گوش نمیکنیم، مجبور هستیم. ما همین هم میگیم که جناب اماد رحمان تو خودت مردم رو مصالحه کرده ایستادی، مردم رو مجبور کرده ایستادی که دیگر حرف ما رو درباره صبر و صلح نگیرن، بیرون مصالحه شون. حرف ما هم همین است برادر، ما در چیز دیگر نگفتیم. خداوند نگهبان مردم. خب سلامت باشین استاد. خدا نگهبانتون برادر. خب اینجا یک نفر با نام بزمکوف است، ولی دیگر مثل که وقتم تمام شد از خارج شد. خب دوستان گرامی، من همونطور که پیشتر گفتم یک مصاحبه داشتم، خواهش کردم از برادران که هماهنگ کنن مصاحبه ما رو به عقب پرتاین به خاطر احترام مردم و دوستان و خصوص مردم بدخشان که در خط بودن و اینا یک ساعت بیشتر از وقتی تعیین شده صحبت کردیم و بازم همون اینترویو مانده است، اونم درباره بدخشان هست. من بار دیگر در آخر خداوند را دعا میکنم که هر چیز زودتر این صلح و آرامش رو به بدخشان برگرداند و حکومت هم سری عقل بیاید، سری تمیز و فراست بیاید، این کشتار را قطع کند. هر چیز زودتر که قطع کند به فایده خودش است، زیرا همین که مردم بدخشان گفتن در همین جام این را نخواهند بخشید، نه بدخشانی، نه زرافشانی، نه کلابی، ملت نخواهد بخشید. و هر قطره خونی که ریزانده می شود، این قطره خون، قطره خون شهید 10 شهید 100 شهید دیگر رو پرورش خواهد کرد. این رو فقط یک حرف دینی نگوید که این افسانه دیندارها است و باز کبیری همین تکرار کرده است. این حیات نشان میدهد، این تجربه نشان میدهد. مردم خودش گفت که امام نظر رو شهید کردید، باقر پیدا شد. علیاش رو شهید کردید، امام نظر پیدا شد. باقر رو شهید میکنید، باز جوانمردهای دیگری بدخشانیند. مردم خودش تیار شده رفته ایستاده است. بنابر همین باید تمام تلاش رو کنیم که این جنگ متوقف شود، چه حکومتی است چه اپوزیسیا. و ما هم مردمی که در خارج هستیم، در هر کجای دنیا هستیم، در این شب روز در پهلوی مردم بدخشان باشیم. امیدوارم که روزهای نزدیک برادران مسئول باز پیام خواهند فرستاد که ما چیکار باید کنیم. هر چیزی که دوستان گفتن ما و شما باید که طبق همون عمل کنیم و در پهلوی مردم بدخشان باشیم تا صحبت‌های دیگر در پناه خداوند ممنون باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.